برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با نام خداوندی بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، حمد و ثنا بر خدای را و درود و رحمت بر پیشوای امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. پیش از آن که برنامه را شروع کنیم، باعث تاسف است که این را بگویم که امروزها در ولایت پنجشیر جمهوری برادر، همسایه، همدین، همزبان ما مقاومت دوام دارد و این شب و روز دیگر خیلی تلفات زیاد بود. خداوند شهادت آنهایی که برای دفاع مرز و بومشان، برای دفاع ناموسشان، برای دفاع زبانشان، برای دفاع ناموسشان مقاومت میکنند، خداوند قبول کرده باشد و این ملت عزیز را از این ورطه بی‌سرابانی، پراکندگی و در حال آغشتگی به خون بودن نجات بدهد و خدا کند که این ملت عزیز، همسایه عزیز ما جمهوری افغانستان، از ورطه جنگ بیرون آید و به این مردم پیش از همه تنجی و امانی و آسایشتگی از درگاه کریم منان طلب دارم. اما تماشاگران عزیز، از این مقاومت، از ریختن خون این مردم، از تلف شدن این مردم کسی پروایی ندارد و همه کوشش دارد که به خود یک خال کار کردگی باشد. همه کوشش دارد که به خود یک منفعتی داشته باشد و در اونجا کودکان مرده ایستاده اند، زنها مرده ایستاده اند. چقدر مقاومتگران جان به جان آفرین سپرده ایستاده اند، کسی پروای این را ندارد و همگان بر اینند که از این مردن و از این به شهادت رسیدن و از این تلف جانی دادن ها خال سیاسی کار کرده باشند، آبرویی کار کرده باشند، عزت و احترام نبوده اشان را پیدا کنند. و یکی از اینها رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان است. حالا چند روزی آخر، 4-5 روزی آخر من شبکه های اجتماعی را پیگیری میکردم، خصوصا شبکه اجتماعی فیسبوک. بسیاری ها بر این بودند که گویا از همون جای استاده، از همون پشت تلفنشان ایستاده جهاد کرده ایستادند، چند خبرهای فیکی را پهن میکنند و با این حالت میخواهند چیکار کنند؟ گویا اینکه به مقاومت مردم سربلند پنجشیر همردیف هستند، در پهلویشون هستند و با آنها کمک کرده ایستادند. در 2 هفته گذشته امامعلی رحمان بلندترین سطح محبوبیت بین تاجیکان دو طرفی دریای آمو در حد اقل 10 سال آخر را به دست آورده بود. رسانه های دولتی و فرمه های جواب از امامعلی رحمان قهرمان سطح جهانی می تراشیدند و مخالفین آنهایی که نه مخالف بدنشان به امامعلی رحمان تعیین است، نه خودشان مخالف بدنشان تعیین است، نه مخالف بدنشان به مخالفین است، چی بدنشان تعیینه، مسیرشان کجا بدن تعیینه، مسیر تا به کجا تعیین است. تکراری روانش علیف پرزیدنت آذربایجان را منتظر بودند.
پرزیدنت آذربایجان دیکتاتور به ارمنستان هجوم کرد، زمینش رو کشیده گرفت و یک آبرویی که نداشت پیدا کرد. به این امید بودن که امام علی رحمان هم همین خیل پیدا میکند. حتی همین مخالفان اشدیش در همین بین پیمان ملی تاجیکستان، در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از امام علی رحمان ستایش کردند. سبب اصلی این جشنش یکباره ریتینگی طولانی عمرترین دیکتاتور منطقه اساساً به اخبار جعلی و ترغیب بسیار گسترده آن بود. صدها نفر در دو طرف دریای آمو، قسم دانسته و با سپارش، قسم دیگر به خاطر تسکین دادن تاجیکان افغانستان، ده ها خبر دروغ فیک درباره فرمانهای دلاورانه سابق جنگجویی که به پایتخت کشور خودش با ارتش بیگانه وارد شده بود خبر نشر میکردند. با زبان فارسی، حروفات فارسی، با کریلیک در شبکه‌های اجتماعی امام علی چندین خبرها. تاجیکستان فرماندهان تاجیک افغانستان را پناه داد. واقعه را بینید. تاجیکستان به کمک جبهه مقاومت با 2 چرخبال سلاح فرستاد. امام علی رحمان تهدید کرد که انتقال برق به افغانستان را قطع میکند. شیف دنیا امام علی رحمان گفت در افغانستان حکومت را که فراگیر نباشد اعتراف نمیکند. این خیلی گپا. امام علی رحمان تهدید کرد که اگر برق رسانی به پنجشیر برقرار نشود برق افغانستان را قطع میکند. خبر رو بینید. تاجیکستان به پنجشیر سربازانش را ارسال کرد. امام علی رحمان گفت که اگر یک سرباز پاکستانی در پنجشیر کش شود، اگر بینم که در همین پاکستان یک سرباز پاکستانی باشد، خارج آمده به سر پنجشیری ها اگر ترک شده باشد به پنجشیر نیروی نظامی میفرستد. وای مرا دیدید؟ ان همین خیل ده ها خبرهایی بودن که در رسانه و شبکه های اجتماعی نشر می شدن و به صورت پهن می شدن. اما تماشاگران عزیز، بین این همه خبر دروغ یک خبر راست هم بود. یک خبر راست هم وجود داشت. امام علی رحمان گفت که در افغانستان حکومت را که فراگیر نباشد اعتراف نمی کند. واقعا امام علی رحمان این حرف ها را ضمن ملاقاتش با سروزیر پاکستان گفتگی بود. این واقعیت دارد. اکنون ببینید، با یک حمایه امام علی رحمان از تاجیکستان اون طرف دریای آمو، مردم یک بار فراموش کرد که امام علی رحمان در گذشته امام علی شریفویچ رحمانوف 30 سال است تاجیک میکشد. تاجیک را تحقیر و تجاوز میکند. حکومت تاجیکستان را به دست میده ملت های کرلوغ و کتغن داده است. حکومت را آیلوی، حالا ملی نه، ملی اون طرف است، قبیلوی اون طرف است، حکومت را آیلوی و تمام بیزنسی در تاجیکستان موجود بوده، کانها و خدمت رسانی ها را منپولی کرده به دست دختر و دامادهایش سپرده است. تاجیکستان را به یکی از قشاقترین کشور جهان تبدیل داده است. تاجیکان را در تمام دنیا چون تروریست و فروشنده مواد مخدر شناسانده است. در 30 سال پرزیدنتیش حتی یک بار از مهاجر تاجیک از شهروند کشورش حمایت نکرده است.
در مصیبت‌های شریک نشده است و همدردی بیان نکرده است. انا همین خیل عمل‌های منفیش را به آخر میتوان ادامه داد. این برنامه امروزی ما کفایت نمیکنه. یک هفته به تنفس اگر گپ زنیم تمام نمیشود. اما باید اعتراف کرد که تهدید اعتراف نکردن حکومت طالبان در صورت فراگیر نشدنش یگانه قهرمانی امام علی رحمان نبود. امام علی رحمان بعد 20 سال مرگ احمد شاه مسعود قهرمان ملی تاجیکان با احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان اردن اسماعیل سامانی هدیه کرد. اردن هدیه کرد. بعد از چند سال احمد شاه مسعود مرد. 20 سال شد. بعد از 20 سال مردنش اردن. اما این دو اقدام از هم فرق میکنند تماشاگران عزیز و باید در علاهیدگی آنها را بررسی کنیم. تهدید اعتراف نکردن طالبان از طرف امام علی رحمان در صورت در تشکیل حکومتشان به نظر نگرفتن قوم‌های دیگر اصلا اعتباری ندارد. اصلا اعتباری ندارد. با چند سبب این تهدید را کشورهای زیاد برخی آشکار مثل کشورهای غرب و برخی ضمناً مثل ترکیه و ازبکستان و ایران کردند و امام علی رحمان نه یگانه است و نه اولی. اکو ببینید تهدیدی کشوری عقب مانده کوچک مثل تاجیکستان که حتی در سیاست خارجیش مستقل نیست نزد طالبان که با ایالات متحده آمریکا جنگیده است، با چین شریکی استراتژی برقرار کردن دارد، کمترین اعتبار ندارد. آخر همچنین این تهدید هرگز عملی نخواهد شد. چرا؟ زیرا امام علی رحمان تا امروز به هیچ وعده‌اش عمل نکرده است. به هیچ وعده‌اش. چی میشه؟ همین کافی است که چین، کشور چین یا روسیه به امام علی رحمان اشاره کنند، یک اشاره چه کنند، یا همین چین روسیه خودشان طالبان را اعتراف کنند، بس است. تاجیکستان انقدرش امام علی رحمان بلا فاصله همین کار را میکند، در رو اعتراف میکند. هیچ علاج عقب کشیدن ندارد چون که به همین اشاره ها محتاج است. به فرق از رهبران کشورهای دیگر که منفیت های کشورشان را در جای اول میگذارند، امام علی رحمان تنها یک منفیت دارد. تماشاگران عزیز، تنها یک منفیت. میدونید چی است؟ حفظ کرسی. باید انا همین کرسیش را حفظ کند. دنبه به کرسی شیرش. و چیزی دیگر این بیزنس اویلوی اش است. باید بیزنس اویلوی حفظ شود که این حفظ شدن بیزنس اویلوی از حفظ کرسیش بستگی دارد. امام علی رحمان نباشد که به این او موندگی اهل اولادش یک کس سلام علیک نمی کنند. برای همین باید کرسیش را حفظ کند. اینکه تمام اون بیزنس های اویله با بودن امام علی رحمان در همین کرسی پرزنتی است. تنها
کافی است طالبان به ادامه قاچاق بنزین مواد سوخت از روسیه به افغانستان اجازه دهند و یکی از خواجگانش طالبان را اعتراف کند. همین بس است که امام علی رحمان با دو دست اعتراف میکند، طالبان را اعتراف میکند. حالا این هیاهوهایی که شده ایستاده است از جانب چند روزنامه‌نگار و روشنفکر و زیایان ما، همش کدت میشد اینا. همین که یا روسیه یا چین یا چند کشوری لبیگوی که با آنها لبیگوی است امام علی رحمان، آنها طالبان را پذیرفتن، تمام امام علی رحمان. این هیاهوی کردگی ها همین هیاهویشون میمونن. اکنون مسئله تعبیری حکومتی فراگیر گفت که امام علی رحمان تا در افغانستان حکومتی فراگیر و همه شمول تشکیل نشود و این را قبول ندارم. این را می شود هر گونه تعریف کرد. ببینید، وظیفه دادن به چند تاجیک در افغانستان کافی است که رژیم امام علی رحمان آن را چون حکومتی فراگیر قبول کند. همان گونه که خودش به پارلمان چند حزبی کیسگی را وارد کرده بود، پارلمان چند حزبی حتی چند فراکسیگی ساخته است. این تجربه را امام علی رحمان دارد. یک تاگی دوتاگی همین حزب میبرد و باقی مانده ربات های خودش را میبرد، میگه من در تاجیکستان یک حکومتی همه شمول فراگیر تشکیل کردم. همین کار را خودش کرده است. اینه که در تاجیکستان همین کار را کرده است، با یک دو نفر هم از بیگانه ها جمع کرده حکومت ساخته است. چرا به اینه که طالبان یک دو نفر از مردم پنجشیر به نامش بگیرند و ببرند حکومت سازن امام علی رحمان راضی نباشد؟ راضی میشود. خودش از تجربه خودش شاید به طالبان یاد داده باشد خودش که همین یک دو نفرش گرید برید منم ما کرده ایستادیم، همه شده ایستاده است. ببینید تماشاگران عزیز، بسیار ناشدنی است این کار که امام علی رحمانی که به سمت قرقیزستان ضعیف و کوچک شمار اهالیش قریب زیادتر از نیمی اهالی تاجیکستان است، طرف قرقیزستان وقتی که قرقیزستان آمده هجوم کرد بعد تو خود تاجیکستان به افغانستان نه حتی نسلفی. حالا این کار شدنی نیست که در همین حالت این حرف ها را به حامی طالبان بدون اشاره را یا رضایت روسیه و چین و حتی خودی پاکستان گفته باشد. و پاکستان گفتن به سروزیر هیچ وقت همین گپ‌هایی که به سروزیر پاکستان گفت اجازت روسیه و چین را نگرفته نگفته است. با گمان غالب این یک تهدیدی موافقت شده است. تماشاگران عزیز، حالا باور دارم در این باره شما نیز گفتنی های زیاد دارید. حتما آماده شوید. بعد آن که من چند گفتنی های دیگرم را تمام کردم حتما با هم صحبت میکنیم. حالا خواهش میکنم شما تکمه لایک را پخش کنید و با دیگران این برنامه رو بفرستید تا آنها نیز آگاه شوند و به این صحبت ما بپیوندند. حالا من صحبتم را دوام میدهم. ببینید، مکافاتانیدن پروفسور برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود با اردن اسماعیل سامانی، این همین کار بعد 20 سال به وقوع پیوست که این موضوع دیگر است و کمترین بستگی به قدردانی قهرمانان ملی تاجیکان از طرف امام علی رحمان ندارد. اگر امام علی رحمان به قهرمانان ملی
به مبارزان آزادیخواه کمترین احترام و محبت می داشت، این کار را 20 سال پیش میکرد و به قهرمانان این سوی آمو حداقل طاهر عبدالجبار، سید عبدالله نوری و حداقل به قدرالدین اسلانوف اجر میگذاشت. امام علی رحمان به غیر خودش، به جز خودش، هیچ قهرمانی را نمیشناسد. ای مردم عزیز، هیچ قهرمانی را امام علی رحمان به غیر خودش نمیشناسد و قدردانی از احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی تنها و تنها به دست آوردن خال سیاسی است، نظر فریبی است. مشاوران ایمیج سازش که در اطراف امام علی رحمان هستند دیدند که یک تهدیدش اینقدر ریتینگی او را بالا برد، همون گفت که به سروزیر پاکستان، بعد پیشنهاد کردن قدم های بیشتری در حمایت از تاجیکان اون افغانستان بردارد. البته بی خطرترین حمایت که در عین زمان تاجیکان دو طرفی دریای آمو را به کفکوبی وامی دارد، همین اردندهی بود. اردندهی به استاد برهان الدین ربانی و احمد شاه مسعود. و باید اعتراف کرد که تصمیمی بسیار موفقانه بود. طالبان حتی در صورت پیروزی کامل کمترین اعتنای به این قدردانی امام علی رحمان نخواهند کرد. اما تاجیکان ساده دو طرفی آمو در این کار پشتیبانی از خودشان و قهرمانانشان را میبینند. عجب ساده و فانتاستیک بوده این. خیال بافی در ما به درجه اعلی. ببینید، من در همین باره خواستم نظر دیگران را بپرسم. نظر دو نفر را بپرسیدم. یکیش رئیس کمیته نجات گروگانان و زندانیان سیاسی عبدالستار بابایف است. عبدالستار بابایف مطمئن است که با وجود بی‌خطری این قهرمانیش، امام علی رحمان بعد ضعیف شدن موقع جبهه مقاومت از اردندهیش به احمد شاه مسعود و برهان الدین ربانی سخت پشیمان شده است و این عبدالستار بابایف با شوخی گفت که حالا شاید امام علی رحمان در فکر آن است که چگونه این اردنهای دادهش را برگرداند. حالا ببینیم صحبتش را همراه گوش کنیم. که بله، 2 روز قبل با یک فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان رحمان احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و استاد شهید برهان الدین ربانی را به نشان اسماعیل سامانه و مدال اسماعیل سامانه سرفراز کرد. من فکر میکنم که امروز مردم جفا دیده و اذیت کشیده افغانستان، بخصوص مردم پنجشیر هم ملتان ما که امروز در حالتهای وزمین قرار دارند، با چنین شعارها و با چنین مکر و نیرنگها محتاج نیستند. امروز ها باید مردم شریف افغانستان باید از طرف بخصوص کشور تاجیکستان که سالهای 1992 وقتی که مردم ما از دست همین رژیم حاضره و فرانت خلقی جبهه ملی روانه افغانستان شده بودند، هجرت کردند و در آنجا از طرف همین مردم افغانستان گرم با آغوش گرفته شدند. با آنها کمک های مادی و مالی و معنوی رسانیده شد و آنها مدت 4-5 سال مردم ما را، مهاجرین ما را پوشاندند، خوراندند و امروز ما خیلی که دیدیم یک عده از مردم افغانستان، هم برادران و هم ملتان ما در مرز بین تاجیکستان و افغانستان قرار دارد. انیقترش 80 نفر و آنها را به تاجیکستان، به خاک تاجیکستان وارد شده نمی‌دونند.
خب به جای این مکر و حیله و نیرنگ ها ی عوام فریبانه باید حکومت تاجیکستان از مردم گریزه به قول ما از مردم مهاجر پذیرایی کنند، آنها را به جای خواب و لباس و خوراک باید شانند، نه به اینکه آنها را در مرز قرار دادن و اجازه ورود نمیدهند. فکر میکنم که بعد از آنه که جبهه مقاومت پنشیر به شکست مواجه شده ایستاده است از طرف دیگر یک نمیدونم یک عده مردمی که از کجا آمده و مردم به شهادت رسیده ایستاده در حالت وضعی قرار دارند، رحمانوف هم همون لحظه از این کار کردهش فکر میکنم پشیمان شده است، زیرا که خیال میکرد که در اینجا چی گپ و چی بازی های دیگر است و حالا خود را دور گرفته است و در کنار گرفته است. من با استفاده از این لحظه ها از مردم عزیز و از مردم شریف تاجیکستان، من همچه یک شهروند تاجیکستان، من همچه یک شخص خواهش میکنم که خوب میشد که خب آواز خود را روشن کنند و در نزد جایهای لازمه و سازمان ملل متحد روند و به نزد خود سفارت تاجیکستان که در دیگر کشورها هست رفته طلب کنند که در پنشیر خب دیگر این مسئله هایی که ما امروز دیده ایستادیم که انسانیت خب مردم کشته میشوند، باید از مردم پنشیر از مردم بیگناه دفاع کنند و هم در نزد سفارتخانه های تاجیکستان از کشور تاجیکستان طلب کنند که با این مهاجرین و گریزگانی که امروز در مرز بین تاجیکستان و افغانستان قرار دارند حمایت شود و از طرف تاجیکستان آنها به جای خواب و لباس و خوراک و پوشاک تامین شود. بسیار خوب. اما محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان در یک صحبت خطی به ما گفت که امامعلی رحمان تا حد امکان به اچکاکارکنی یعنی به خالگیریش از وضع افغانستان ادامه خواهد داد. محیدین کبیری گفت که نه تنها خالگیری با دادن اظهارات و آردن ها، بلکه حالا برای جلوگیری از بحران مهاجرت نو از افغانستان غرب نیاز به همسایه های افغانستان از جمله تاجیکستان دارد. سفر چند وزیر خارجه به تاجیکستان و دعوت امامعلی رحمان به پاریژ و بریوسل به سبب همین نیاز است. امامعلی رحمان هم بازیگری بد نیست و از این فرصتی به دستش آمده هر قدر میتواند استفاده خواهد کرد. این گپ رهبر پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری بود. اکو ببینید، در حالی که امامعلی رحمان به کسب خالهای سیاسی از وضعیتی به وجود آمده در افغانستان مشغول است، صدها فعال تاجیک ساده لوحانه باور کردند که امامعلی رحمان کار برای پیشگیری از بحران انسانی در پنشیر خواهد کرد. برخی از امامعلی رحمان درخواست میکنند که به پنشیر نیروی نظامی فرستند. برخی بستن چند سفارتخانه کشورهای حامی طالبان را طلب دارند. میفهمید؟ برخی هم بستن پیمان با هندوستان برای مقابله با پاکستان را پیشنهاد کرده ایستادند. حتی فراخوان در حال تبلیغ است که از حکومت تاجیکستان طلب کرده شده است سفارت پاکستان در دوشنبه را بندد. حکومت تاجیکستان خب ببینید، از حکومتی که جرأتی بستنی سفارت قرقیزستان را برای حمله به خاک تاجیکستان نداشت، اینها طلب میکنند سفارت تاجیکستان در دوشنبه بسته شود. فهمیده شدید؟ دیروز متاسفانه سخنگوی جبهه مقاومت فهیم دشتی و گنرال عبدالودود ذره کشته شدند، به شهادت رسیدند. رسانه های معروف جهان با استناد به طالبان از تصرف کامل به پنشیر میگویند. نوار هم نشر شد. در نوار نشر شدگی
نشان میدهد که پرچم طالبان در مرکز ولایت پنجشیر برداشته می شود. در همین حال مبلغان امام علی رحمان ایمیج میکرهایش درک کردند که به زودی حامی پنجشیر یعنی همین امام علی شریفویچ از حامی پنجشیر تراشیدن از امام علی شریفویچ دیگر بازارگیر نیست و دیده می شود سمت تبلیغ را با آهستگی به سوی دیگر میبرند. حالا احساس شده است. حالا میبینیم با گذشت مدت حقیقت ها کاملا روشن میشوند و مردم ساده و زودباور تاجیک خواهد فهمید که امام علی رحمان کار با تاجیکان پنجشیر نداشته و طالبان را با آنها ترجیح میدهد و این همه واهمه هایش تنها به خاطر کسب ریتینگ بوده است. این را میفهمید. حالی اما این مردم، این ما چنان ساده ایم که زودکک این خیانتش را هم فراموش میکنیم و مثل 30 سال گذشته فریب وعده هایش را خوردن میگیریم. ببینید از مقاومت پنجشیر هم تنها امام علی رحمان برد کرد. مردن، رفتن، قتل شدن، بسری مردم بمباران شد. در اینجا امام علی رحمان خالی سیاسی کار کرد. اما این دور نمی پاید. امام علی رحمان تنها برای چند هفته قهرمان ملی شد. انا برای همین هم تماشابینان عزیز امروز وضعیت امروزه از یکایک من و شما تقاضا میکند که من و شما هوشیار باشیم، زیرک باشیم و وضعیت را شناخته و دانسته حرفای خودمان را گفته شنویم. حالا به برنامه ما برادر عزیز گرامی ما شراف‌الدین گدایف وارد شدند. ایشان را به برنامه خوش آمدید میگویم و شناس کردن هم حاجت ندارد. یک شخص شناخته کشور هستند. سخن را به ایشان میدیم. مرحمت بفرمایید. درود و سلام برادر شفقت جان. درود و سلام به بینندگان شبکه پیام تیوی. اگر صدای من خوب باشد به نهایت خوب است. خوب است. خب تشکر بسیار. یک موضوع خوب را هم در همین شب روز انتخاب کردید. واقعا هم آن چیزی که امروز در اطراف پنجشیر میگذارد نمیتواند ما را بی‌طرف گذارد. تنها یک حکومت غیر ملی میتواند این موقعی که حالا حکومت تاجیکستان گرفته است این رو داشته باشد. چون هر حکومتی که ملی بود و دلش به فرهنگ و این هم ملتان خودش میسوخت و هیچگاه آنها را در این شرایط و در این وضعیت تنها نمیگذاشت. و امروز این ملت تاجیک است که درد و اون رنج و اون همدلی و همدردی را با مردم افغانستان دارد. و اما حکومتی که معلوم است مسلم است که در تاجیکستان حکومت تاجیکستان مردمی نیست و مردم به یک راه می روند، حکومت به راه دیگر. یعنی مردم با زندگی با حیات خودشان زندگی میکنند، حکومت در دیگر حیات و در دیگر فکر است. برای این خاطر است که مردم در این درد و غم و مردم افغانستان، مردم تاجیکان افغانستان شریک هستند و واقعا هم این عملی که امروز در برابر تاجیکان افغانستان شده ایستاده است این نسل کشی است و از جانب یک قوم و نسل تاجیک را دارند در اینجا میکشند و
ҳоло ҳам дахолати кишварҳои севум ки пуштибонӣ аз Толибон мекунанд ва кӯмакҳои ҳавоӣ аз тариқи тайёраҳои низомӣ карда истоданд ва бомборд карда истоданд ва ин қатли дастаҷамона, насткушии дастаҷамона аст ки аз ҷониби ин гурӯҳ аз қавми дигар дар Афғонистон сурат мегирад ва ин сиёсат ва дар баробари ин мо қавми тоҷик ҳастем ва ба Раҳмонов ҳам дигар кишварҳо ишора карданд ва гуфтанд ки ин қадамҳои ҷиддиро барои пуштибонӣ аз ҳаммиллатони худат метавонӣ гирӣ ва мо дар ин ҷо метавонем шуморо кӯмак кунем. Аммо Раҳмонов ин иқдом ва ин имкониятҳо буд ки дигар қудратҳо ҳам мехостанд як баланси сиёсӣ, як тавозунро дар Афғонистон ба вуҷуд биёранд аз тариқи тоҷикҳо бошад, аз тариқи ҳар касе бошад ки чун қудрати ягона дар дасти ин гурӯҳи ифротгаро албатта хатар ба ҳам минтақа дорад ва ҳам ба дигар он кишварҳои авадхӯрда дорад ки онҳо ҳам намехоҳанд ин корро. Аммо Раҳмонов метавонист аз ин фурсат хуб истифода кунад ва ин фурсатро барои манфиати миллӣ ва манфиати мардуми тоҷики Афғонистон хуб истифода кунад. ин мавқеи ки он кишварҳои аварқудрат доранд ва намехоҳанд ки дар минтақаҳои Тоҷикистон ва дигар кишварҳо норомиҳо ба вуҷуд биёяд бо омадани як гурӯҳи ифротӣ дар сари ҳукумати Афғонистон. онҳо метавонистанд ки кӯмак кунанд ва ин тоҷикҳо ки як мавқеи хуберо ҳам дар Афғонистон соҳиб шаванд. Аммо Раҳмонов инҷо як масъала аст. манфиати шахсӣ ва хонаводагии Раҳмонов болотар аз ин аст. бубинед пеш аз оне ки Толибон Афғонистонро бигирад, мусаллам буд ки дигар кишварҳои қудратҳои дар минтақа талош мекарданд аз тариқи Тоҷикистон ба толибҳое ки дар шимоли Афғонистон буданд кӯмакҳои моливу ҳама имкониятҳоро бидиҳанд ва ҳатто домодҳои Раҳмонов ҳам дар ин кӯмаккуниҳо шарик буданд ва чандин сафарҳоям ки ба кишварҳои пуштибонии Толибро, террористҳоро мекунад, ба онҷоҳо сафар дошт ва аз он кишварҳо ҳам маблағҳо мегирифт, кӯмакҳо мегирифт ва инҳоро кӯмак мекард. ва яъне инҳо муттаҳамии Раҳмонов боис шуд ки танҳо як чанд сухан ба хотире ки чанд номҳоеро дар худаш пешвову милладу офтобу маҳтоби тоҷикон додагӣ аст, ба ин хотир гуфт. вале аммо дар амалкард мо надидем ки ҳамчун як тоҷик, ҳамчун як инсон мавқеи худашро нотарсида баён мекард. аввалин кори мекард ки он кишварҳое ки пуштибонӣ аз Толибро мекарданд, кишварҳои севуме ки ҳоло тайёраҳошон бомборд мекунанд Панҷшерро, аввалин кори мекард 24 соат вақт медод, сафоратҳошонро аз Тоҷикистон берун мекард. ин як кори тоҷикона, як кори ҷавонмардона мешуд ки як кори миллӣ мешуд ки Раҳмонов як ҷуръат, як мустақилият доштааст дар баробари як гурӯҳи террорист, дар баробари як гурӯҳи террорист ва пуштибонони онҳо. ба ин хотир аст ки имрӯз ин мавқеъ ки Тоҷикистон гирифтааст мавқеи бисёр шармовар аст ва натавонист ки дар Созмони Милали Муттаҳид, дар пеши наздикони шарикони сиёсиаш ин масъаларо ба тариқи равшан ва васеъ ва бо ҷамъи васоити ахбори омма бардорад ва наслкуширо дар Афғонистон нуқта гузорад. чун ин иқтидор ва имконият ва тамоми роҳҳои дипломатиро метавонист истифода кунад то пеши роҳи ин кушторҳо ва кушторҳои тоҷикҳоро дар Афғонистон бигирад. чун миллати тоҷик гуфти ҳамон лоиқи бузург ки ба хотири тоҷик таваллуд шуданаш ин қадар зулм ҳам дар Тоҷикистон мардум аз ҷониби ин низом кушта мешаванд ва дар Афғонистон бошад аз ҷониби як қавми дигар ин миллати тоҷик дар онҷо кушта мешавад. бисёр ҷои дарднок ва бисёр ҷои ғамгин кунанда аст. ҳоло бубинед аҳамият дода бошад, чанд рӯзи ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин хел хабарҳо нашр мешуд. Эмомалӣ Раҳмон, ҳоло ман гуфта гузаштам, агар шунида бошед, Эмомалӣ Раҳмон ба Панҷшер нерӯи низомӣ фиристод. Эмомалӣ Раҳмон дар 2 тайёра силоҳи низомӣ фиристод, силоҳ фиристод, аскар фиристод, кӯмаки башардӯстона фиристод. ба Покистон таҳдид кард ки агар як нафари низомиро дар Покистон бинам, ин кор мекунам. ҳамин барои бубинед ҳоло
حالا دلیل‌های روشن هست که تیاره‌های کشورهای سیوم در خاک افغانستان آمده تاجیک‌ها را کشته ایستادند. این دخالت در امور سیاسی افغانستان است و کمک کردن به گروه‌های تروریستی است که حالا این گروهی که در سر قدرت آمده است از جانب سازمان ملل متحد همچون حکومت قانونی شناخته شدگی نیست. یعنی یک گروه تروریستی هنوز در بیشتری از کشورها و قرار دادگاه عالیشان همچون دانسته می شود و در همین صورت که این حکومت کشوری سوم که با این گروه همدستی دارد، این با همکاری با تروریسم باید که گناهکار دانسته شود و این مسئله را تنها حکومت تاجیکستان میتوانست که در عرصه بین‌المللی بردارد، چون این یک جنایت ضد بشری انجام داده ایستاده. برای که از آن کشور سوم متهم است، از آن کشور سوم پول میگرفت، امکانیت ها میگرفت برای کمک کردن پیش از آن که طالبان به سر قدرت بیاید، برای کمک کردن و نگاه داشتن این گروه تروریستان در شمال افغانستان. یعنی که شمال افغانستان را باید اون کشور پشتیبان از کجا باید کند؟ نمیتواند که از طریق صدها هزارها کیلومتر با خر و اسب بیارد. از مرز تاجیکستان میکرد این کارا. نفران این گروه های رهبریات های تروریستان در افغانستان در تاجیکستان آمده دفتر داشتند، آفیس داشتند، آنها پشتیبانی میشدند. رحمانوف از این مرز رو به یک تجارت تبدیل مبدل کرد. یک متهمی که امروز رحمانوف پیشونها دارد، اونها رحمانوف نمیتواند بگوید که یک روز پولشون بگیرد، یک روز شما گفته شده ببینید درست است. همین چیزی که شما حاضر گفته شدید، آیا همین خبرنگار و روزنامه‌نگار و چند زیایی ما نمیدونستند که به همین امام علی رحمان اینقدر اعتماد کردن کاری عاقلانه نیست؟ این امام علی رحمان میتواند به یک بارگی همه را کدت کند و همه را بی‌آبرو کند و در عوض حفظ آبروی خودش، در عوض در کرسی ماندن خودش، چرا تا این حد این ساده لوحی به میان آمد؟ ببینید در اینجا در روز اولی که انا همون رحمان یک چند سخنهای پادر هوای هم گفت من از روز اول با صداقت این سخنها، با واقعیت این سخنها باور نداشتم. میدونم که در رسانه و در یک چیزای یک سخنهای دیگر میگن و پشت این همه سخنهای عملهای دیگر ایستاده است و در عمل هیچ وقت رحمانوف با سخنش با عملش یک نیست. همیشه اگر شما نگاه کنید یک حرف دیگر رو میگوید و در عمل کرد دیگر کار رو میکند و من از روز اول این رو پیش بینی میکردم و گفتم که با رحمانوف هیچگاه به هیچ سخنش باور نکنید و در عمل هر کاری که رحمانوف میکند به عملش دیده بها بدید. با سخنی که رحمانوف گفته تا امروز سخن گفته است، هیچ عملی را در برابر کمک کردن در مردم تاجیک افغانستان. برادر عزیز ببخشید گپتون رو بریدم. اینجا یک چیز تأسف آور است. چی همین نفران میدونن که این طلبات هایی که شده ایستاده است، مثلا گریم به مردم پنجشیر باید کمک کرده شود، سلاح فرستاده شود، طلبات دیپلماتیک کرده شود، با راههای دیپلماتیک چند طلبات ها به میان بیاید، به همین چی میگوید به اشتراک امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان شدنش امکان ندارد. همین گپ هایی که این ما چند شب روز در شبکه‌های اجتماعی هیاهو داشتیم، این هیاهوی ما به اشتراک امام علی رحمان امکان ندارد. بله درست. چون حالا ببینید الان موقع تاجیکستان حکومت تاجیکستان باید نیست که مردم با او باور کنند و از او یک ایمیج سازند و در سیمای او گرد او متحد شوند و از مردم اون طرف آمو از هم ملتان پشتیبانی شود. بله. و ببینید من شما فهمیدم. من شما فهمیدم. ببینید
وقتی که رحمانوف نه که از راه‌های نظامی میتونست به مردم پنجشیر کمک کند، میتونست که از راه‌های دیپلماتی به فشار بیارد. راه‌های دیپلماتی همین خیلی بود که با چندین کشورهایی که تاثیررسان بودند در منطقه با آنها گفتگو میکرد و تمامی عملکردی اگر طالبان به پنجشیر حمله میکردند با آنها جدی خبر میداد که اگر در صورت حمله نظامی انجام دادن بالای پنجشیر، ما با پنجشیر کمک‌های نظامی انجام میدیم و کشورهای دیگر هم منطقه روسیه و دیگر هم نمیخواهند که طالبان درست است که یک گروه تروریستن، اینا در عملشون، من نمیگم که در عمل نشان داده هستند، خودشون اعتراف کرده هستند که ما این عملهای تروریستی انجام داده هستیم، در عمل اینها خودشون نشان داده هستند که تروریست هستند. ولی این کشور روسیه نمیخواست که قدرت رو یک گروه یک قوم دست بگیره، چون در اینجا خود تهدید به روسیه میشه. این رو رحمانوف خوب استفاده میبرد و اینها رو منسجم میکرد بر علیه همین گروه خورده که میخواستن به قدرت بیاین و طالبان این رو همچون یک پیام جدی میگرفتن و عملکرد رحمانوف رو میدیدن، هیچگاه به پنجشیر حمله نمیکردن. وقتی که طالبان دیدند که چند تا حکمتیار بود، یک تروریست دیگر، او حکمتیار چند مرتبه در دو نماز جمعه به رحمانوف اخطار داد، در دو نماز جمعه نتوانست رحمانوف با حکومتش با این تروریست جواب بگوید. وقتی یک تروریست به یک حکومت اخطار میدهد، یک اوگراز هم میفرستد، رحمانوف در برابر این تروریست خاموش میایستد. یعنی رحمانوف را سخنش را هیچ کس جدی نگرفت و هیچ کار دیپلماتی جدی انجام نداد که و پیامی نداد که ما، یعنی من تاجیکستان تنها نیستم، با من شریکان استراتژی دارم. این شریکان استراتژی در صورتی که من روزیگی خودم رو بیان نکنم، یعنی در اینجا شما مورد حمله شریکان استراتژی و حمله من قرار خواهید گرفت. اگر رحمانوف این موقع مستقل رو میداشت، کار تا اینجا نمیشید و مردم بهترین فرزندان تاجیک در افغانستان از جانب یک قوم دیگر، گروه های تروریست کشته نمیشد. در اینجا عیب گناه اما در بالای رحمانوف بود که دیگر کشورها را، خود وزیر کارهای خارجه روسیه را این اینستیتیو را با کی داد؟ به رحمانوف داد، به تاجیکستان داد. گفت اگر آنها این کار را میتوانند خوبتر انجام دهند، یعنی اگر این کار را همچون رحمانوف چون حق معنوی و هم حق انسانی و هم حق وی داشت که از تاجیکان خودش حمایت کنه، بله، از تاجیک خودش حمایت کنه، این حق را رحمانوف داشت، روس‌ها هم نداشتن و روس‌ها هم میخواستن که رحمانوف این کار کنه. رحمانوف دیدن که رحمانوف یک چی است، وابسته همون پشتیبان‌های تروریستان هستند. در اینجا مردم افغانستان ما که رحمانوف میشناسیم که رحمانوف از هیچ کار نمیاد، یک آدم دروغگو، فریبگر، شیطان، ابله، ولی مردم پنجشیر یک امید داشتن، فکر کردن که یک آدم با ارزش است. بله، یک امید از این کدوسر داشتن. بله، یادتان باشد آخری ماه اپریل همین سال بین تاجیکستان مناقشه سرحدی به میان آمد، حتی خونریزی شد و هرچند این را ترکیه به گردن نگرفت، لیکن در چندین رسانه ها خبرها نشر شدند که ترکیه به قرقیزستان، همچون یک کشوری که هم زبان است، یعنی ترک زبان است، پیشنهاد کرده است که میگذارد، سلاح‌ها میدهد، دستگیری نظامی میکند و هاکذاها. این خبرها رسانه‌ای شدند، به شمال شاخ درخت نمیجمد. بله، نه این واقعیت ها بودن که ترکیه هم
کمک‌های خود پرزیدنت انا همین قرقیزستان در دوام قبول کردن در ترکیه این خودش یک روحیه دادن بود. خود این خودش سیاسی بود. آن چیزی که نظامی انجام داد اونش پنهانی، اون سری دولتی دو کشور باقی میماند. ولی چیزی که آشکاری که ما و شما دیدیم یک کمک سیاسی و یک واخوری فوری که بین دو کشور پرزیدنت وای شد در یک فضای بسیار خوب استقبال کردن یک پرزیدنت مثال که چندان اقتصاد و چندان اینترس های زیاد ندارد، یعنی یک ریشه پیوندی ها هستند در اون سطح پیشواز گرفتن. این یک پدیش که یک کمک معنوی به این مردم در مبارزه اینجا، یعنی یک نمونه است که به همگان نشان داد که ترکیه در این حالت چی میخواهد، چی گفتن میخواهد در جهانی و تاجیکستان چی گفتن میخواهد. ترکیه علاقه پیامی خودش داد. اما حالا ببینید امامعلی رحمان چی رو نشان داد. امامعلی رحمان چی رو نشان داد؟ 20 سال به یادش نرسید که به برهانالدین ربانی و به احمدشاه مسعود باید یک قدردانی کرد. این شب روز به یادش رسید و از این قدردانی که این اردن ها را شاید امامعلی رحمان خودش به احمدشاه مسعود و برهانالدین ربانی برده دهد در آن دنیا، چی فایده ببینید در برابر طالب ها این متد ها کار نمیکنن. من یک بار اعلان کنم دوستان عزیز، هر نفری که در این باره گفتنی دارید میخواهید ابراز اندیشه کنید، در پایان نوار در اپیسانی سلکه لینک پیوستن به ما گذاشته شده است. همچنین رقمی واتساپ نشان داده شده است. میتونید توسط رقمی واتساپ وارد شوید، زنگ زنید، با ما به صحبت همراه شوید، یا اینکه توسط لینک استریمیارد به استودیو وارد شوید و با ما صحبت کنید. منبر شما است، منبر آزاد است. اینجا یگان برای شما محدودیتی وجود ندارد. و کسانی که حالا ما را تماشا میکنید لیکن تگمه لایک را پخش نکردید، خواهش میکنم تگمه لایک را پخش کنید. و کسانی که به ما آبونه نشدید خواهش میکنم به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید. حالا شراف‌الدین ببخشید، همین مسئله نظر شما چی است؟ ببینید من به این باور هستم که در اینجا اشتباهات زیادی رحمانوف بودن و هستند و مردم افغانستان مردم تاجیکان افغانستان یک امید داشتند که رحمانوف به اونها کمک میکند و یک پشتیبانی میکند، اما به مسئولیتی رحمانوف و نادیده گرفتن این بعضی مسئله ها باعث سرخمی مردم تاجیک شد و ناامیدی و شکسته مردم پنجشیر شد که این بسیار جای تاسف است که افسوس که یک حکومت دلخواه حکومت مردمی میشد، یک دلخواه حکومت ملی میشد. من فکر میکنم که ده ها و صدها راه ها را پیدا میکرد که این پیش راهی کشتار و قتل مردم تاجیک را در افغانستان میگیرد و متاسفانه این عمل نشد. ما خیلی خجالت زده هستیم که ما همچون شهروندان تاجیکستان نمیتونیم مستقیما با آنها یک کمک هایی که باید در سطح دولتی انجام شود نمیتونیم انجام بدیم. ما بسیار خجالت زده هستیم. مثلا ما برمیگردم به اون چیزی شما وقتی که در برابر طالب با مسئله نامه دادن و مسئله قهرمان اعلان کردن چندان دیگر اونها تاثیر نمیرساند. باید که رحمانوف با عمل کارهای را انجام میداد که واقعا اون پیش راهی این خونریزی و پیش راهی این جنگ و جدال را میگرفتند. و دیگر هم که رحمانوف تجربه صلح را داشت و دیگر راههای فشار آوردن، راههای این را خوب میداند، چون یک دوره این صلح تاجیکان را بود و میتونست که از این خوب استفاده برد و خوب از این متدها و از دیگر راهها را استفاده برد، راههای دیپلماتی را، و طالبان را با تاجیکان روی میز بیارد و یک مسئله را با راهی مصالحت آمیز حل بسازد.
اما این کارا هم نتوانست انجام دهد و این خودش نشان میدهد که دیگر رحمان فرسوده شده است، نه در داخل کار را انجام میتونه در مناسبت های داخلی و نه در مناسبت های خارجی. و این تجربه و امکانیت ها همش به نفس یک آدم مبادل در برابر طالبی که یراق دارد، اسلحه دارد و بیرحمانه به قتل و کشتار مشغول است، با این حرف سخن نمیشه. با جرأت باید که در عمل کمک میکرد به مردمی. حالا ببینید یک زنگ، من به شما یک سوال دیگر داشتم که یک زنگ از واتساپ اومده است، آن را قبول میکنید؟ سوالم رو بعد میدیم ان شاء الله. الو. السلام علیکم برادر شوکت. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. باشید برادر. من یک نکته رو گفتنی هم به شما. الو، صدا هست؟ صداتون هست. کمتر پست است، خواهش میکنم بلندتر گپ زنید. من میخوام یک نکته رو نظر کنم به شما، با اکی شراف‌الدین، با تمام تاجیکستانیان. فکر کنید که در یک جای یک ازبک یا یک قرقیز یا یک روس کشته شود در یکم دولت دیگر، اعتراضی همون ملت در پیش همون در تمام اینی زگرانیست همون دولت هایی که اول قدرت هست همونجا اعتراض میکنن یا دولتی در وطن خودشون. برای چی که نه مخالفان مثال من شماهان در اروپا هستن، نه تاجیکانی که وطن یگام، نه مخالف، نه خاک دولت حاضره این حکومت مونید و تاجیک کش است. شما ها چی بخپید دیگه، تاجیک چی بخپد؟ برای چی تاجیک ما اینقدر به کوشش به غیرتن؟ در دیگه جا خلان یک اعتراض، یک من خلستان تو جنگ شد در پیش همو اون در چیز اعتراض کردن که کشتن که ما خبر دارید. البته چی ملتی ما اینقدر به غیرتن؟ شما چی در خپتون؟ یک اعتراض نمیکنیتون. تاجیک صورت نسوده صورت تاجیک ملت اما تاجیک های افغانستان خیلی با غیرت بودن نظر به تاجیکانی که همی در وطن هستن و میتونستن آزادانه حرف زنن، نمیترسیدن. بله شراف‌الدین گام بزنید. همین چیزا گفتن بودم. ببینید ما دو مسئله را میتوانیم بگیم. یک هستند مرغ‌های آزاد هستند که در دشت‌ها میپرند و آزادی را میدانند چی هستند و همیشه آنها به خاطر آن آزادی‌هایشان مبارزه میبرند و مردم تاجیک در یک قفس به وایه رسیدگی است، در محدودیت‌ها به وایه رسیدگی است و این آزادی ها را نمیداند چطور استفاده کنند، نمیداند، چون برای استفاده کردنش هم اجازت نمیده. در یک فضای محدودیت ها به وجود آمد. وقتی یک شغال اگر در این مرغ های آزاد را حمله کند، آنها به سویش حمله میکنند، میروند کت میزنند. اگر در یک فرمه این مرغ ها اگر در آید هر یک کشته خوردن گیرد، کشته رفتن گیرد، آنها سعی میکنن نگاه میکنن و مقاومت نمیکنن. یعنی ایمیونیتی مقاومتی مردم افغانستان به یک مرغ‌های آزاد را میگذارد که آنها یک ایمیونیتی مبارزه دارند، اما مردم تاجیک را در مدت 30 سال این دیکتاتور و این نظام بیرحم و بی‌شفقت و مثل یک مرغ‌های خانگی کرده است که این شغال هر وقتی که در آمده میکشد، اینها بیچاره قوه مقاومت را نمیدن، به خاطر ندیدن آزادی را ندیدن، مقاومت نکردن. مردم افغانستان همیشه برای آزادیش مقاومت کرده است، یعنی یک ایمیونیتی مقاومتی دارد. به همین خاطر است که مردم ما را این اینستیتیوی که ها رو باید که دولت یک کمی برای آنها اشاره بتهد، یک کمی چی کند که آنها بخیزند در برابر انا همین وحدت و ملت و خودشون نشان بدهد. رحمان کاری کرد که انا همین وحدت و یگانگی و ملت را در مدت 30 سال از بین برد. یعنی یک کارهایی را انجام داد که دیگر ملت پراکنده شدند. مشکل اساسی امروزی که ما داریم این پراکندگی و نبودن وحدت یگانه در بین. گوش کنید. حالا یک دقیقه برادر، من هم یک سوال بدهم. از همین سوال شما من الهام گرفتم.
به این مهمان گرامیمان شراف‌الدین گدایف یک از الهام از سوال شما یک چیز دارم. حالا ببینید برادر عزیز، واقعا مایلش افغانستان مرغ آزاد است، یک پرنده آزاد است. مردم تاجیکستان مثل یک پرنده خانگی هستند که اقلا درست. بله، اما آنهایی که در بیرون از تاجیکستان هستند، در خارج هستند، مثلا اگریم مخالفان تاجیکستان که در خارج هستند، مثلا پیمان ملی تاجیکستان که یکی از نمایندگانش شما هستید، چرا مثلا گریم در این باره صدا بلند کردن نیست؟ ببینید، ما حالا در این مورد صدا بلند کرده ایستیم، صحبت ها ما در آغاز این مسئله ما همیشه پیمان ملی تاجیکستان فکر و اندیشه های خودشان وابسته به این گفتند و بیان داشتن، اولین شده در بین مردم گفتند و ما نیز در برآمده و در صحبت هایمون همیشه تاکید میکنیم این رو و پشتیبانی همیشه خودمون رو میگوییم و حالا هم ما این مسئله رو گفته ایستادیم و این صداها رو ما گفته ایستادیم. اما این نفران که در داخل تاجیکستان هستند و قوای منسجم و خیلی قوای باید که آنها مقاومت های زیاد داشته باشند و آنها باید به خیابان ها بریزند و در نزد سفارتی آن کشورهایی که از تروریسم و از این حمله های هوایی انجام میده در نزد سفارتخانه آنها بربخیزند و حکومت رحمان باید که تمام کشورهای دنیا را به پا بخیزاند و به این نقطه بگذارد. و اما این کارهای را ستودنی را که باید وظیفه مسئولیت یک حکومت است و اون قدرتی که حکومت دارد و از نام مردم صحبت میکنند و اون امکانات هایی که در دست آنها است، ما اون امکانات ها رو اگر ما می داشتیم، من باور داشتم که ما یک لحظه، یک دقیقه مردم پنجشیر رو به حال خودشان نمیگذاشتیم. تشکر به شما. حالا نفری که از واتساپ زنگ زده شدن چیزی گفتنی بودن، بعد از آن به نفری که وارد شدن سخن میدیم ان شاء الله. من بعد از آن سوالی که به شما دادنی بودم میدیم. برادر شوکت گوش میکنم. برادر شوکت، سوالی که من دادنی بودم شما ببینید، یک سیاه‌پوست رو کشتن در امریکا بود، در کجا بود، تمام مردم همون سیاه‌پوست خیستن اعتراض کردن. بله، منم همین گفتنی بودم که شما سوال رو دادید برای چی 5 روز است که در پنجشیر تاجیک مرده شده است، تاجیک خیلی شده است، خونی کودک تاجیک، زنی تاجیک ریخته شده است. برای چی در اروپا اقلا یک اعتراض، یک گرد همایی، یک نوشتجات هم خیلی خف است همکی تاثیر کند. دوموی بسواد دادین، هم ما که بسوادیم، یکی آنهایی که من میدونم که در اروپا رفتگیان، در اینا روسیه و گرجستان اومدگیان، اویلوی همه انسانای بسواد اومدگیان. اونایی که در تاجیکستان خیلی گفتید ها و یا خیلی مرغ خانگی بوده یک ترسو هست. شما این کسانی که در بسواد با اروپا ایستادیان برای چی و یا خفن 5 روز است که الکوی خیلی خونهای بیگناه ریخته شد لکان. در حقیقت دردآور است اینا گفتن، آسان است نه که از دل فکر کنید، خیلی دردآور است. بله، تشکر به شما. حالا اینجا یک نفر نامشان غلطی است، خواهش میکنم همین نامتان رو دیگر میکردید خوبتر میشد. چاپلوس خان چی است؟ عصر 21 باشد شاید. بفرمایید، فقط خواهش میکنم یگان نام موافق به خودتون میگذاشتید بسیار خوب میشد. بفرمایید شما. گپ میزنید؟ میکروفونشون رو فعال کنید. نفری که خودتون رو چاپلوس خان گفته اید بفرمایید، ما شما رو میشنویم. فکر میکنم که حالا دسترسی ندارم. من با سوال همین برادر جواب میگردونم که چرا در خارج کشور تاجیکان ما دست به اعتراض نمیزنند. من فکر میکنم که اعتراض هایی که کوچک هستند آنها چندین تاثیر ندارند. با طالب ها اون حکومتی نیستند که اعتراض شنوا باشند. طالب ها یک قدرت زورگو هستند. در برابر قدرت های زورگو تنها با زورگویی
میشود کرد و زورگویی رو تنها دولت ها میتونند به اونها انجام دهند و رحمانوف این قدرت و توانایی رو داشت با شریکان استراتژیش و میتونست که این زورگویی را در برابر این زورگوهای تروریست انجام بدهد، اما نکرد. اما اعتراض هایی که در افغانستان می شود، زنها در اونجا امروز اعتراض کرده ایستادند و در دیگر کشورها هزاران و صدها هزاران مردم افغانستان اعتراض کرده ایستاده است، اما این اعتراض ها چندان نتیجه ندارند. در آن حالت اگر تاجیکستان این اعتراض رو میکرد و اون اقتدار و امکانیت های رو هم که دیگر بله درست است. حالا یک زنگ دیگر از واتساپ اومده است که گوش کنیم چی میگه. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. شما با همین طالبان چی مشکل داره؟ فقط شیوخ میکنه، سنگ با طالبان چی مشکل داره که فقط طالبان را سنگ میزنه، سیاه میکنه؟ چی مشکل داره؟ شخصا من با هیچ کس یگان مشکل ندارم برادر عزیز. با چی هر سنگ میزنه، طالبان را سیاه میکنه؟ طالبان مسلمانان یا کافر؟ برای سوال برای شما، برای چی طالبان مسلمانان یا کافر؟ برای چی سوال رو میدی؟ نه، نظر شما رو میخوام فهم. مسلمانان یا کافرن؟ شما خودتان مسلمانه یا کافره؟ من الحمدلله مسلمان. شما من الحمدلله مسلمان. خب مسلمان که باشید، طالبان مسلمانان یا کافرن؟ برای چی کافر باشن؟ نه، سوال جوابتی. مسلمانان یا کافرن؟ چی عملشون رو دیدید که مثلا گریم کفر باشه؟ از سوال دور نه، سوال مثلا شما نگاه کنید برادر عزیز. باش من در این مسئله جواب میگردونم اگر اجازه دید. نفری که از واتساپ زنگ زدید برادر عزیز گرامی، به یک نفر رو اگر به کفر نسبت دادی، اگر او کافر نباشد همون کفر نسبت دادگی به خودت برمیگردد. شما به من سوال بدهید که من کافرم یا مسلمان؟ اول سوال جوابتی گوش کن برادر، اول سوال جوابتی. باش اگر من اجازت باشد من به سوال همین برادر جواب گویم اگر اکیشم چون ببینید برادر عزیز، من گفتم مسلمانی. با سوال دیگر میتیم که طالبان مسلمانان یا کافرن؟ باش من به سوال شما جواب میگردونم. من به سوال شما جواب میگردونم. ببینید من در افغانستان کار کرده هستم و عملهای تروریستی اینها را دیدم و خودشون اعتراف کرده هستن. برادر گوش برادر شرفدین، این عملها رو برای من نگاه کنید. کافر بودن مسلمان بودن رو خداوند معین میکند. من وظیفه خدا را ندارم. نگاه کنید، من وظیفه خدا را ندارم. نگاه کنید. سوال در جور جوابتی این چوز نپر. طالبان مسلمانان یا کافرن؟ کافر بودن اون شما پیش خدا این سوال کنید. این سوالی است که مربوط به من نیست، مربوط به خداوند است. من دموکراتم. عمل جنایی و تروریستی، آدمکشی، گروه افراطی طالبان را محکوم میکنم، چون این عمل غیر انسانی و ضد بشری است. شما هم همچین افراطیه. حالا بسته از زمان بسته. ما در عمل کسی رو کشتیم. من در عمل کسی رو کشتم. وقت دعوا کرده که شما مسلمانی. من الحمدلله مسلمان هستم و مسلمان نباید یک مسلمان دیگر رو. شرافیدی خواهش بکنم اگر برادران عزیز اگر این را از من شنیدن خواسته باشید که طالبان کافر است بگویم، هرگز نمیگم. یا که اهل مردم این مربوط به ما و شما نیست. این قضاوت رو خدا میکنه. حالا صبر دوستان، خواهش میکنم حالا دوستان صبر. بیایید همین مسئله رو مثلا گریم اگر نقطه نظری مرا دانستن خواهید، همین مسئله من دیپلمات ندارم. من طالبان رو کافر نمیدونم برادر عزیز. خب پس مسلمانان نباشن. حالا این که مثلا گریم حالا از جانب طالبان کسانی که جنگیده ایستادن، یک دقیقه صبر خواهش میکنم. شما سوال دادید برادر عزیز. اجازت چیزا
نفری که سوال داد جوابش رو تاب دل خودش شنیدن میخواهد، این نفر اهل صحبت هم نیست. برای که تو وقتی که سوال دادی باید آماده باشی که سوالی که دادی شاید جوابش از نقطه نظر تو فرق کند، شاید ضد نقطه نظر تو باشد و به این آماده باشه که این گونه جواب میشنوی. من نه والا ببینید همین نفرانی که همین روز اگر رسانه های افغانی را اگر تماشا کرده ایستاده باشین، اینش را مثلا مزدوران و خواهینان و هاکذا و چی میخواند اینش را خوانده ایستاده است. ما به این نباید داده شویم و همین گونه به هم دیگر بها دادن و از روی احساسی خود کار کردن و هاکذا ها همین است که تو کافر و مسلمان ما رو به خونریزی برده رسانیده ایستاده است. ما نباید خطایی که شده ایستاده است اون رو باز خودمون تکرار کنیم. این سوال های پرووکاسیونی هستند. تو کافر میدونی یا مسلمان میدونی. برادران عزیز، حالا ببینید من بر این بودم که در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در فیسبوک همین مدت 3-4 روز است من نظرهای خودم را کوتاه نوشته ایستادم. من بر اینم که همین با تو کافر گفته زیدی همدیگر یراق برداشتن و اسلحه برداشتن ها هیچ جا حل نمی شود. شما یکدیگر را تو کافر تو مسلمان گفته زیدی یکدیگر سلاح کشیده ایستاده، در اینجا کودک مرده رفته ایستاده است، زنها مرده رفته ایستاده اند، دیار خراب شده ایستاده است و یک کشور که میبایست در این زمانهایی که به خرابزار تبدیل یافت میتوانست به یک کشور آباد و سرسبز و خرم تبدیل یابد، ولی که به همین تو کافر و تو خائن گفتن ها تو به چه حالت رفته رسیده ایستاده اید. حالا این برنامه را کردن ما و در این باره گپ زدن ما به همون اون سوی دریای آمو اهمیت دادن ما این است که دل جگری ما به این ملت میسوزد، چون که این ملت هم دین ما است، هم زبان ما است، همسایه ما است. حالا گفتم ممکن است از یک جوی آب میخوریم، گفتم ممکن است از یک جوی کلان آب میخوریم، همین ما را یک جوی کلان، یک دریا جدا میکند که از دو طرفی همین دریا ایستاده آب میخوریم. برای همین ما امروز دل جگرمان خون است برای این مردم که به یک صلح و صلاح بیایند، به یک همدیگر فهمی بیایند، به یک همدیگر فهمی بیایند که همه رو یکیش خودش رو قدرتمند و دیگرش خودش رو ضعیف نه، همه برابر حقوق باشند و یک کشور خوب سازند. حالا ببینید به همین نظر که تو کافر گویی، تو مسلمان گویی، یکیش ملحد گویی، یکیش مرتد گویی، به همین چی به میون میبیاید؟ حالا اینجا شرافالدین ببخشید برادران عزیز سلیمان دولتوف و رمضان حسینیون خوش آمدید به برنامه. اگر اجازه داشته باشید من به شرافالدین برادر یک سوال داشتم، بعد سوال جواب میگیریم، بعد به شما نوبت میدیم. اجازه هست اگر راضی باشید؟ تشکر. منم یک سوال شما را ان شاء الله جواب میگم، بعدا بیرون میشم. بفرمایید. زنده باشید. حالا ببینید شرافالدین گدایف، به این سوال من میتواند برادر رمضان حسینیان یا برادر سلیمان دولتوف نیز جواب دهند. نگاه کنید، علیف در آذربایجان، رئیس جمهوری آذربایجان، بله با ارمنستان جنگ کرد. اگر خودش مستقیما بدون کمک یک گون کشور جنگ میکرد شاید جنگش خیلی دوام میافت، چون که به ارمنستان روسیه آمادگی کمک را داده بودن. بله حالا ببینید ترکیه به خاطر همزبان بودنش، به خاطر همدین بودنش، به خاطر همسایه بودنش با آذربایجان بدون هیچ یک استحاله اندیشه، بدون هیچ یک رست کردن پنهان کردن با آذربایجان یاردم کرد. همگاه با هیچ کس پنهان نیست که جنگ بین آذربایجان و ارمنستان را پهپادهای
ترکیه غلبه کرد. ترکیه بله با توی ترکیه غلبه کرد. حالا ببینید در همین حالت تاجیکستان با افغانستان هم سرحد است، یعنی همسایه است، هم دین است، با 46% این اهالی این کشور هم زبان است. حالا اونهایی که یعنی با 99% اهالی این کشور هم دین است، اما فقط یعنی که کوشش کرد که همین وظیفه اش را، همین رسالت اش را تنها با هیاهو به اجرا رساند، تنها با هیاهو. و اما این هیاهو کنندگان کوشش داشتند که انامین روانشی علیف که یک دیکتاتور است اونم و آبروش خیلی پس شده بود به همین به دست آورد، به همین جنگ آذربایجان و ارمنستان، و امام علی رحمان هم بیارن همین دوباره همین آبروی نداشتگیش رو پیدا کنن. همین امام علی رحمان در همین حالت آیا این گونه شانس را داشت؟ ببینید من در مورد همین آذربایجان و مناسبت‌های این منطقه کم دو سخن میگویم. وقتی که ترکیه وارد بازی در آذربایجان شد و روسیه مجبور شد نه بلکه آذربایجان رو فشار بیارد بلکه ارمنستان رو و گرفت طرف ضعیف رو. اگر که طرف آذربایجان رو فشار می آورد شاید مناسبتاشون نه بلکه با آذربایجان بلکه با ترکیه که یکی از شریکان استراتژی اقتصادی و سیاسیش حالا قرار گرفته است در این شرایط، مناسبتاش بد میشد و این رو نمیخواست و انتخاب کرد طرف ضعیف رو و ارمنستان رو وادار ساخت که عقب نشینی کنند. یعنی در اینجا خود روسیه نگاه کرد که توازن کجا نگاه میکند و این یک بردی سیاسی و دیپلماتی ترکیه و آذربایجان غیر از آن که یک بردی نظامی داشتند در اینجا بردهای دیپلماتی و توازن رو در خودشان نگاه داشتند. غیر از این اگر در حکومت امروزه تاجیکستان نگاه کنیم، اگر رحمانوف میخواست که برای توازن رو به وجود آوردن در افغانستان، در اینجا روسیه و دیگر کشورها در پهلویش بودند، حتی چین کمکش میکرد برای این منطقه بعد از رفتن نیروهای ناتو و گذاشتن این منطقه در دست یک گروه افراطگرایی خیلی خطر داشت. این گروه ها با القاعده و دیگر گروه های بسیار خطرناک که آنها بیرون از منطقه افغانستان عملیات های تروریستی انجام میدن علاقمندی زیست داشتند و در صورت بنیاد یک حکومت قومی و یک حکومت افراطی حتما این گروه ها رشد میکردن و دوباره به بیرون از افغانستان میرفتن که عملیات ها در این منطقه ها شروع میشد. برای روسیه و دیگر کشورها این رو رحمانوف میتونید استفاده کند و میتونید که این بالانس رو در افغانستان به وجود بیارد. رحمانوف قوت ندارد ولی پشتیبانای رحمانوف در چهره رحمانوف قوت میدادند، هم قدرت اون را خشونت در گفتگو با رحمانوف میدادند و طالبان هم میفهمیدند که رحمانوف هیچ کس است، ولی پشتیبان‌های رحمانوف در این پشت پروژه در پشت این مسئله بسیار قوی تر هستند و میتونستم رحمانوف این جرأت رو میداشت و این حرکت رو میداشت، متهمی نمیداشت نزد کشورهای پشتیبان طالب، این کار میشد. اما متهمی رحمانوف باعث شکست مردم پنجشیر شد، باعث به پشت پناه ماندن مردم تاجیک در افغانستان شد و کشته شدن آنها. مقصر اساسی اینجا من رحمانوف رو میدم که نداشت. هر حکومتی میشد، دلخواه حکومت ملی و مردمی میشد، این موقع رو بسیار هم به منفعت ملت آبرو اعتبار دولت خودش پره 1000% استفاده میبود، 1000% استفاده میبود که هم موقع خودش رو و هم موقع افغان ها تاجیک های خودش رو در افغانستان تامین کند و هم نزد شریکان استراتژیکش یک سر و گردن بالا باشد. بله، تشکر از شما از صحبت و فکر می‌کنم صحبت کنم و ان شاء الله که هستیم اینجا. تشکر. زنده
حالا بفرمایید حسینیان رمضان بفرمایید. خب سلام علیکم برادر اکا سلیمان سلام علیکم. اینجا هم برادر یک سوال کرد که طالبان مسلمان هستند. اکا شفقت جان اگر دیدگی باشه خبرها رو درست پیش کلی علمای افغانستان فتوا دادن که جنگ ضد پنجشیری‌ها این کفر است. باید جنگ نکنیم، پنجشیری‌ها که مسلمان هم هستند. نه طالبان هم خودشون مسلمان میگیرن، باید جنگ نکنن، باید با گفتشونی 10 سال کشو کنند حل کنن. برای چی طالبان حمله کردن، زنکای حامله‌دار کودک‌ها را همه را کشتن یک طرف. ایران باید فهمونه با این افراطگرا و این بی‌عقلایی که طرفداری طالبان میکنن فردا باید بلا را نرسونن. در اروپا بعضی بچه‌ها پیدا شدن که مرا هم تکفیر کرده استادم. در فیسبوک هم چند کس نوشتگی است یا که در اینجا میبینم تکفیر میکنن که تو احمد پرست احمد شاه پرست شما کافر مرتدی. باید این کارا را مونم میشنوید اکا شاخه جون صدای من میره با بله باید این گپ و کارا یک طرف مونه. این بچه‌ها برای ما داعش بس است که چند هزار تاجیکای ما رو بردن همراه زن کودکشون. زنکو در لاگر در دست کردو در دست در زندان‌های کردو و عراقی موندگی هستن. همین برای چی کمک نمیکنن؟ همین اگر خودشون مسلمان حقیقی میگیرن ما رو تکفیر میکنن. روین همون خواهرها رو کمک کنین. ای بی همه بود که امر معروف میکردن میبردن سوریه و عراق بیچاره دخترها را امروز در زیر ظلم برای نمی یورا فهمونید اگر که میبرای افراطی تکفیر کرده بخیر دیوانه بازی میکند. دویمش این است که هدف من برای ملت هم برآمدم. اینجا دین قوش نکنین. در لوبای جو ملت تاجیک در کسی یک کوری بیزه میکنه من طرفدار ملت هم هستم. من زیدی اما میخیزم. مرا فرق نداره کسی نباشه او طالبان باشه او قاعده‌اش باشه یا که آمریکا باشه یا که روس. من از اول هستم روسی که به سر ملت من ظلم میکنه. من از اول ضد روس هستم، ضد ارمیای روس در دولت تاجیکستان هستم. من امروز ضد طالباش هستم. برای همین من هدفم بر نمیگردم. تکفیر کنی را بس کنین. مرد باشین اگر من در اروپا هستم پیدا میکنین مرا زنگ زنین میتونه با خورده قطعی همه تو گپ زدن. اکای شفقت جون من دیگه گپ هم ندارم گفتم کوتاه همین گپ زنم برام. این گپ ولی زیاد است. اگر زنده سلامت باشیم با افرای آینده میبریم ان شاء الله صحبت میکنیم. سلامت باشید برادر عزیز. خوب اکا خدا نگهبانتون باشه. زنده باشید. ولف بفرمایید. ولف سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. حالا امیر سلیمان برآمدن. ما همینجا در اومدم. اما آدم که میگه طالبان مسلمان یا نیستن، طالبان یگان قطره مسلمانی ندارند. طالبان فقط گنوسید به ضد تاجیک کرده استند. این یگان کار مسلمانی دخل ندارد. این چیست گنوسید تاجیک گنوسید؟ این فقط این با آخر نیست، بعدیش که این اول است. امیرا بفهمید. با ما شما میخواستم بفهمم که شما میگه امام علی را میگید با فکر شما بود امام علی چیکار بود میکرد در همین کو؟ نفهمیدم. شما همینجا امام علی را غیبدار میکنید، با فکر شما او با چیکار میکرد؟ حالا ببینید اینجا برادر عزیز گرامی شراف‌الدین گدایف به این سوالهای شما چند جواب دادند. حالا اگر همین سوالاتون محض برای من باشد، بعضی عادی‌ترین و ساده‌ترین کارهای بود که امام علی رحمانوف میکرد با راههای دیپلماتی. مثلا گریم ببینید حاضر طالبان با کشورهای شریکان استراتژی تاجیکستان، چین، روسیه با طالبان هم صدا شده ایستادند و گپ زده ایستادند، مکالمه کرده ایستادند، صحبت کرده ایستادند و هاکذاهای دیگر. و همین کشوری همسایه ما ازبکستان علیکی با طالبان مناسبت هایش را بجا مانده است، علیکی چندین گفت و شنودهای کرده است. اما امام علی رحمان بلبش مهر زدگی است. اقلا مثلا یک بار طالبان رو به تاجیکستان دعوت کردن، میگه که هوی در اونجا 46% کشور حامیلتون من است. با این کشورهای مثلا گریم اتحاد شوروی، خصوصا سازمان پیمان امنیتی دست جمعی نمیگه که هوی شریکان شما ایده از شما رفته با طالبان گپ زده ایستادید، او طالبان حامیلتان مرا کشته ایستاده است، گفت شما گنوسید کرده ایستاده است، چرا مثلا گریم پیش این راه این رو نگیریم؟ آیا وجود دارد که کاری بکنیم که پیش راه این گرفته شود؟ گفتن که نه، مثلا گریم این مسئله را به میان نگذاشت یگان بار، نه با روسیه به میان گذاشت، نه با چین به میان گذاشت.
تنها یک کلمه از پاکستان سروزیر پاکستان به تاجیکستان آمد به او گفت که ما میخواهیم که در افغانستان یک حکومتی همه شمول به میان بیاید. حکومتی همه شمول ما دیدگی دانستگی هستیم که در تاجیکستان امام علی رحمان چگونه ساختگی است. مثلا در حکومتی که امام علی رحمان ساختگی است، مثلا چقدر چند درصدی تاجیکستان را ازبک‌ها تشکیل میدهند؟ در پارلمان در حکومت چند درصد است؟ و در پارلمان کشور چند حزب کیسگی دو نفری یک نفری ساخته برده ماندگی است و اکثریت رابط های خودش است و گفتگی است که من از همه حزب ها آدم آورده ماندگی هستم، یعنی ما حکومتی همه شمول ساختگی هستیم. و این رو مثلا ماکسیموم اگر امام علی رحمان از حکومت همه شمول در افغانستان رو میخواست، این رو میخواست که یک دو نفر بیایند با سر خم در حکومت همین شورای امارت اسلامی طالبان در همین 12 نفره دو نفر همراه شوند و سر خم دو نفر چی آورد چی صدا دارد در همینجا همراه باشند. همین قدر را امام علی رحمان میخواست. اما اگر جدیتر بگیریم امام علی رحمان تا امروز میتوانست با کشور چین گفت و شنودهای شاید پنهانی داشته که باشند، لیکن این گفت و شنودهایش رو آشکار میکرد که تا اینکه مردم اون طرفی عمو مردم این طرفی عمو آنهایی که امام علی رحمان رو پرزیدنت میدونن با یک قسم کشور او رو پیشوا میگوید، پدر ملت میگوید. این پدر ملت برای ملت چی گفت و شنودهای دارد؟ اقلا این چیز رو میدیدیم. با روسیه یک گپ میزد، مثلا همین چیزها شد نشده ایستاده است. اقلا همین چیزها میشد. چند نفر رو هیاهو کنند گو که با هیاهوی اونها رسالت تاجیکیت ما و رسالت پرزیدنتی امام علی رحمان اجرا میشته باشد. همین کار درست بود؟ نادرست بود. مهاجر دور از وطن بفرمایید. الو، مهاجر دور از وطن هستید؟ تا اینکه پیدا شوند مهاجر دور از وطن، رحمانوف شیرینر بفرمایید. گام میزنید رحمانوف شیرینر. السلام علیکم آقا شفقت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من چند بار می چیز افیری اکو حسین شریف هم در اومدم، حسین چیز گدایف هم در اومدم، من قبول نکردم. اینکه من شما قبول کردی رحمان. زنده باشید. ما هم گفتیم که این عیب رحمانوف نه اکو شفقت. برای که 30 سال باز مردم عذاب میتیاد، خود عذاب خور میکند. یگان مردم تاجیک نمیخیزد. مثلا همه چه خیلی شما با همه ترساشته موندگی. این گپایی که میزنید از بیرون از وطن این فایده نداره. برای چیز برای که من عزت امون قاپیدم بردم، همین قدر عزت امون مهاجرو به یاردم کردگی بود. یگان تا مهاجر خیلی گپ زدم مالش گپ زدم و گپ زدن این پشتی فید اینم من تا 12 سال چیزی عزت امون زندان کردم. من همه جیم بود. این خونی مردم خورده اومد با خورده میبره و دلشی چی به مخ پسیم همون فقط اپشتی افیر گپ زدم میتونیم خلاص. بله این عیب رحمانوف نیست، عیب خلق است. اکو شفقت عیب خلق، یعنی خلق حقوق خودش طلب کردن نمیتوند. مردم تاجیک حقوق خودش طلب کردن نمیتوند، برای که میبرد زندان میکند، کشته است، چیزی کاری خواهد کرده است. حقوق خودش مردم تاجیک طلب کردن نمیتوند. برای چی اکو شفقت این چی میگید؟ بله. حالا درست میگید برادر عزیز. این برادر امین رو گوش میکنیم، بعد از آن یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. سلام علیکم. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر جان آجی ما در افغانستان گپ چپ رفته سه در خروق ده آدم کشتن، ماشیناشون در برنامه آزادی دیدم. این گپ چپ او طرف او آدم اولی طرف دبدیم
мақсад қирғизистон дабдем аюс хавотир доштем ози аюс хавотире бо аюс санг задисан хит карди ки حادثه که در خورخ رخ داد حادثه که در خورخ رخ داد یک سناریوی ایمیج سازی امام علی رحمان شکست خورد همین شب روز یک سناریوی ایمیج سازی امام علی رحمان شکست خورد در اونجا خواستند که کیوش یاد مردم را به اونجا جلب کنند و این شکست ایمیج سازی امام علی رحمان فراموش شود به فراموشی رود اما که این یک بوزه نیست که این چیزی باشد که خون هزارها نفر در اون طرف امو حاملتان ما خون هزارها نفر ریخته ایستاده است این به فراموشی رود دو کس را روند در خورق بکشند و هوشیاری مردم به اون طرف شود بله بله از من نگاه کردم مقصد همه برنامه آزادی هم هست با بالمین شکرانه خدو حتی این خودش حکومت یگون برنامه نشده مقصد یگون جدا مقصد نرفته اعتراضه یا مقصد یگون گپا و یگون برنامه نشده مقصد ایرا اوجه فهمیده سیم که هم خیلی کده اوجه خلق اکو اوجه ترسونده سه مقصد خلق هم اوجه دیگه باز گپ زنیم گفته حکومت میبرم محکمت میکنه اینا کشته سنمون یک کس نه یک گپای نه یک چپای مقصد این خیلی نمیشه این هم سر اول همین طالبا قطعی گفتی همین شما وری باید فریاد میکرد یک میگفت که خیلی مقصد 85% اینا مقصد 70% تاجیکستانی های برای هم خاطر بیا اینا مقصد یا برنامه میکنیم یا اگون خیز میکنیم که مقصد هردمون مقصد همه یا خیلی نگو باید شم نگو که افغان تاجیک های مقصد زندگیشون آباد و آزاد قطعی و که بوده پروت فیجا سالتی گوده که غدار برآورده بیچاره او هم بازور برآوردگی هاشون یا خیلیش بیچاره مایده نگاش میکنی شک خونگی قدر که بوده تا گودک من میبریم جنگ بکنیم وای تاری تنیگاه نمیکنه وقت که بگه بزنم که ای بچه امریکا او اتکاس کرد چند 10 سال 15 سال جنگید نتونسته اکی با 4 سال داد ایده خوب سازی کن دعوت کن یک دادگیریف کن خیلی که هم برنامه اول دابدی هم پریزیدنتی اول نده هم خیلی رفتار کردار که توش تو با نبرات پروت خودت کردی میتونن که با بدترین تاجیکستان هم بیاین یا نه که این 4 سال داد تک مقصد یکم اونجا را نمیگیره و امریکا را شکست داده و تاجیکستان چیه یک کوچکه تشکر به شما برادر عزیز حالا یعنی فقط رقص بازی و برنامه های همین 30 ساله سول گفته سن ایس ما را کشته سن ایس تاجیکه اوجه شا کشته سن که گوته پدر ملت های ای قوری پدر شای فساد فقط دیگه را نگاه میکنه به یک مسئله اشاره کرده شما حالا گفتنی دارم اما دوستان را انتظار نکنم رحمانوف شیر نر گپ میزنید شما سلام علیکم برادر بفرمایید بنده من نام شما رو خوانده نتونستم برادر عزیز سلام علیکم برادر علیکم السلام بفرمایید برادر همین عدد سخن داریم ما را همین شهری غریبی معلش از شما پیش خواهشم این است که یک نامی رو به خودتون گذارید که خونده شود من نتونستم پول $2 برادرم بند تمام برادر ما همین یکم باره همین مقصد چی در اومدیم همین زنده اومدیم شما را تماشا کردیم برای همین شهر غربی ما را همین گوش کردیم هم مقصد هر فکری خچه عقیده خچه بیان میکنه ما را همین گفتنی که همین برادرایی که غریبن مقصد در دیگر دولتان همین در تاجیکستان چند اهالی آدم های 9 میلیون 10 میلیون با همین خیلیگه در غریبی های اخی اگر هم ایوای در تاجیکستان برای ممکن جون نمیشه برای همین میگن مقصد یخی تاجیکای خمو میبروین میگن تاجیکستان ای تاجیکستان و خیلی پیشروی خیلی چیه همه میدونه همه سپیسیال میدونه که مقصد
کسی که در غریبه میدونه که یعنی یا غریب مقصد یا یگان به پریچینه میقپنشه یا که ترما میشه یا که میمره، همه این پساس و تاجیکستان در همه دولت هست و فکر نه بله همه جدا هست. همین یگان فکری بسیار نمیکنیم، همین یا اندیشه همین چی که همین یا غریب یا توجیک مقصد میمره در دیگه دولت حکومت همین را مقصد قوتی آوردن میکنه، همون یا اساس و بری مراجعت کنی همین را همون دولت خودش مقصد شهروندی خدمت گفته میتونه که همین را به تاجیکستان برگردونه. مرده همین انسان کدوم میزنن همین توجیک هم مقصد همین توجیکی که در غریبی و میمره. حالا ببینید برادر عزیز، هر سال 1200 تاجیک در روسیه میمیرد. دست توسرها یعنی سکیخت ها، ملتچی های روس از بمب ها از ساختمان افتاده میمیرد، ماشین زده میمیرد، به صدمه دچار شده میمیرد و چندین حالت ها میمیرد بیچاره مهاجر تاجیک. فهمیدم اکا ما خیلی مقصد مرگ مقصد یگان شما شنیدید که یگان نفرش را با حکومت تاجیکستان دستگیری کرده است و مرده آنها به تاجیکستان برده شده است. فهمید ما هم در همین بورا گپ زده سمکه که مقصد همین حالت چوب مقصد دستگیری میکنن و بسیاری شکی مقصد این دولت همین غریبی دارن دیگر رو مقصد میکشنشون میپروننشون، نه گفت و شنید دارن مقصد نه چی میکنن که تاجیک نه قدر داره نه چی داره. برای همین مسئله ما مراجعت کردیم با همین قدمی که در تاجیکستان های برادر یا در همین قدمی که در تاجیکستان های بگذار به همین مسئله نقطه گذاریم چون که موضوع دیگر نشود برادر عزیز. حالا ببینید برادر عزیز، یک چند اقدام های دیپلماتی رهبریت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان میتواند آبرو، عزت، حرمت، اعتبار تاجیکان در روسیه را بالا ببرد. میتواند که یک چند اقدام هایی که به آن نه پول صرف می شود نه مبلغ صرف می شود، تنها در مناسبت های بین المللی، در مناسبت های دو جانبه که مثلا گریم روسیه کوشش میکند منفعت هایش را در تاجیکستان جاری کند و منفعت های خودش را در تاجیکستان داشته باشد، طلب تاجیکستان اگر زبون کوتاه نباشد، سرخم نباشد، دست پیشی بر نباشد بر روسیه، حکومت تاجیکستان همین چی یعنی پریتیت رو طلب کند، یعنی برابری رو طلب کند از روسیه، یعنی منفعت هایی که روسیه در تاجیکستان به دست می‌آورد باید تاجیکستان هم یک منفعت های در روسیه داشته باشد. یکی از اونها این باشد که حقوق مهاجران دفاع کرده شود، مثلا گریم بعضی از سبکی ها به مهاجران تاجیک داده شود، در خود را به قید بود باشی مهاجران، مثلا گریم گرفتن پتنت و یافتن جای کار و هاکذاها، بعضی از سبکی ها را حکومت تاجیکستان طلب نمی کند. برای چی؟ برای اون که این گویا اینکه انمی کریسلوی که امام علی رحمان ششته میخزد امانت روسیه است، همین کریسلو رو گرفت به زمین ششته نشته کن. روسیه اگر او کریسلو به زمین نشسته نشده در عوض انمی کرسی که حالا 70 رفته عمرش به 70 رفته دکه خورده است، در عوض همین کرسی نه پروای ملت را دارد، نه پروای کشور را دارد، نه پروای پیشرفت را دارد. همین است دیگر. زبان کوتاه هستند، سرسان هستند، سرگردان هستند. تشکر به شما برادر عزیز. حالا یک زنگ بعد از واتساپ قبول میکنیم، زنگ را از واتساپ قبول کنیم، باز ان شاء الله صحبت را دوام میدیم. الو، السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما همین سخن با می شعر نر گفتم که اما پرزیدنت هم میگه هیچی گناه نداره، میگه مردم خلق گناه داره. ای رحمان و شعر نر. الو، گوش میکنم برادر گفزن.
با رحمان و شیر نه اون تنها میگی جا خواه گراگورا میگه پریزه میگی گراگور نیستم برای چی خود من جواب میتم سوالتون با برای چی همه خیانت میکنن مثلا میکشد خواستگی آزمش میکنه عزت امان قبضه برد 12 سال سروق میتیا زندان میکند چی بخواب همتون کنیش شما وینواد ما وینواد من شما وینواد برادر من شما وقتی خواب میکنیم وای کار خواستگیش میکند فهمیدید کار خواستگی جمعه کنند و خواه هم قرار میزنند و هم قبر میکنند که چی میگه که پریزه چی گناهگار نیست چه گناهگار نیست با رحمان و شیر نه نون تمونده شیری نار کنیش شیری نار وقتی که ما خواب میشیم و کنیش شیری نار میشد وقتی که تجاوز میکند ملت توجیک و دخترای توجیک و برادر پیشش به رقص میکنند دیگرها مردک و جیم میستاد زنچید و شیری نار شیری نار میگه گناه ندارد میگه دوخی میگه عجیب گپ میزنی گناه ندارد بگیم نیم پدر لعنت وای گناه دارد وای همه خونه خراب کرد مردم توجیک وای گناه دارد لیکن مردم توجیک خواب میسد کتام خواب نکن خیز مردک باشی تو مردک باشی تو شیری نار باشی تو خیز عبرت کن و یک وقت کنی بو تو مردک باشی من برادر گوش کن گپا من توسم کی همین پشت پرداز گپ زدن باز کرنده کو خیسته مردک باشی من مرد باشید اگر میبرید و پرزیدنتی میگیریم قرقیز برای چی 5 سال بیا 3 سال بیا اولش میکند خلقش مردک انمی شما با آدمو خواب میشینتون و چیزی خواد میکنتون سونه اپوش غیبت غجی کرده این خیر رحمان رو این کرد چیزی لازمه میکرو مردک باشتون خیستون من برابر خیزم عبرت کنی و دیگه نمی برود وای بقوات شد دیگه و نمی برود تو خلق نخیزد نمی برود وای پگان وای رستم گونگش میموند 30 سال دیگه مردم توجگه خور زور کرده آدم کشی کرده میگردد تو مردک باشی خیز منا میگه که شیری نار نویسی کنیش شیری نار می نویسم چون که با شیری نار شیری نار نویسه شیری نویسه شیری نار همین نوعی نویسه رحمان و شیری نار قبول کنید رو گوش کنیم کوچ میگن قبول کردیم شما رو بفرمایید قبول کنید بفرمایید هستید قبول کنید السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله همه میگم پریزیدنت گیتان نکنه میگم کی پریزیدنت میشه برادر راست من جواب میتیم کی پریزیدنت میشه تو پریزیدنت میشدگی آدم به دقت نشو آدمایی که هست که همه خیلی علمدار هست که همش از وطن بیرون انده همش وطن گریخته برفتگی برای چی برای که امام علی پدر لعنت همش پیش کردگی همش گریزاندگی نظام خان میشناسه چورکو میشناسم انا پدرت بر رحمت انا وای نظام خان کی بود وای چخیر علم چخیر علمدار نظام خان جورایف میگی نه نظام خان چورکویی جورایف اسفره ها رحمت برادر پریزیدنت نشدگی به دقت نشه گل گفتن در کار خلاص تشکر چه عالم بود نظام خان جورایف الله صبر برادر عزیز قبول کنید ببینید این رحمان فست که همه را باور کننده است که او مثلا گریم مادرش از اهل مریخ باردار شدگی است و او خودش در این زمین یگانه است همین خیلی تولد شدگی است اونیکالنی چلویک و دیگر مثل او در تاجیکستان تولد نمی شود و او خودش یگانه تنها است و دیگر مثل او پریزیدنت مادر تولد نمی کند این را توانسته است به مردم باور کند امام علی رحمان وگرنه برادر قبول کنید این سوال را شما نمیدادید برعکس شما میدونستید که این ملت شرفمند هزارها نفر بهتر و خوبتر و کاردیده تر و جسورتر و دلیرتر و ملت دوستدارتر از امام علی رحمان هستند هزارتر شخصانی ارزنده هستند هزارها نفر
این خود همین امام علی رحمان من شما رو باور کننده است که او خودش یک تنها از دیگر برابری هیچ کس نیست. اما باور کنید در همین حکومتی که امام علی رحمان ساخته است یک چیز رو ببینید، کوشش کرده است که همه تیمش کمانداش از اهل بیسواد باشند. گابزنی بیک صبر رو دیده هستید، نورالدین سعید رو دیده هستید و ها کذای دیگرش رو دیده هستید و گابزنی و مدیری جانشین وزیر تندرستی که از کار رفت او رو دیدید. چندین نفر تیمشون رو که به گاب در آمدگی هستند دیده هستید. امام علی رحمان کوشش کرده است که در تیمش همین خیلی بیسوادها رو جایگیر کند که از خودش بسوادتر نباشند، صرفم نروند دنیا را. همین چی که گفت دست پیشی بر اجرا کردن گرند، دست پیشی بر اجرا کردن گرند. اما دونسته مونید که در همین تیمش هم در همین کماندش هم بیسوادترین خودش است. در همین تیمش در همین کماندش بیسوادترین خودش است. حالا باور نمیکنید طرز اصول و گپزنی و هاکذا چند اینجا جوانهایی که به تیمش وارد شده هستند و هاکذا ها همین ها را گپزنیشون را از طرز گپزنیشون غناوت علمیشون را درک بکنید. الان میفهمید که چقدر غناوت علمی دارند و با امام علی رحمان یک بار قیاس کنید از همه کمترین خودش است. برای همین این باور رو ملت فراموش کردنش در کار که امام علی رحمان یک شخص اونیکالی است، مادرش از یک اهل مریخ برده شده است و این خیلی دیگه تولد نمیشود. این دروغ است. حالا بکمرات بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. موضوع درباره چی اکش خواهش میکنم بکمرات اول به موضوع شناس شوید و در پایان نوار نام موضوع نوشته شده است. اول آنجا رو ببینید بعد به شما انشالله سخن میدهم. امین گپ زنید. امین. ما میرا گفتم بودم که این برادر روزی گفته است که مقصد روزی اگر پرزیدنت روزی اگر بسپره کی میگیره با خدا قسم میگم همین هم مهاجری که این هم خیلی مکتب و توصیف 11 را خونده رفته مهاجرت بیچاره این همی اگر این همی 5-6 ماه اگر هم مخالفه را گوش کردی باشه اگر با خدا قسم میخورم اگر تحت دل گوش کرده باشه کم ترک تری نامش چیه تری فلش کارتش اگر خشرو قبول کنه همین پرزیدنت اگر خشروتر گپ زنی و مقصد رفتار کردار ترتیب انتظامش تمام اما حکومتدارای هم بالا اگر خوبتر نباشه هم چیزی میگی بگو برادر جون. من هم قدر من گفتنیم که اوزی من نگاه کردم همه برنامه آزادی دا نگاه میکنم جوانای نسل نو یگان آدم این است که یا برنامه 5 سال 50 سومون یا 100 سومون میگه شاعرها میپرسنشون چیا میپرسنشون یگان تش نمیدونن خدا و رسول میپرسنشون نمیدونن یک موزیکا بگو یا رپ بگو در رو بلبلکش میخونن برای که اوجه مور هم خیلی قطی بردن. اگر از همینجا تیک تاک و یوتیوب دا بدروی تاجیک بنویسی رپ بنویسی یا 80,000 میبره. تیک تاک شم هم خیلی با چی خاطر؟ با خاطری که ما اوجه ما هم فساد در رفتگیم چی دخترش چی بچه تویا دمه گینی از اول رقصوی وزیره اول پیر بدن از 16-17 ساله که بیچاره همین نو کم تر بابویا رسته کم تر قدش بلند شده در تویا میبینی برای 50-100 سومون به درجه خچه میلرزونه و میتکنه برای که ما هم خیلی ما خودمون اجازت دادیم اما چطور محکم کردن بلا را داناشون محکم کن دیگه هیچ که نیسته که نصیحت کنه و فقط با فساد تیار باشن. دخترها گم میشوند دختر گرفته از اصل و یگان کار کرده یگان کس در پشتی یگان کار نیست. چی آدمی عالمی بود اما عالما و این عزت همون دیگر یک از گپ میزد همه را برده محکم کسته مال هم خشته میگیریم و ای در روزمون بعد میشوه
گفتی هم برادرواری او همجا با اکشری نر گفتگی ای آدم که همی اکو ظالمی نر بگوی میشوه برای که ما را ظلم کرده است. برادر عزیز در همون جنگلی که عموما شیرها خاموشی را اختیار میکنن، بله بله اختیار میکنن، همون روبا هم شیر نر میشود. بله بله کسی را بیا و روبا هم میکپه میخیره مقصد و هم رنگ میتواند خودش رو شیر نر بگوید یا که شغال هم مال خوبه. همین کسی را چکد همین جنگ میاندازه دو کسا جنگ میاندازه و خودش میره کارش میکنه و پای کار بری خودش. همون خاطر با هم خاطر میگم که اگر ما هم خیلی گپ مقصد یک کم ترک مردم ولی همین یک آدم نیم آدم یک روز 10 آدم 20 آدم وجه یک چنیم چی بیدار میشه و لیکن میشه که همین کم تر برنامه را در همین کوتاه کده مقصد در همین تاجیکستان یا تیک تاک همین چیزا در پرتویم که همین کار رست پرستانه چه که ما یک روز نه روز به همون روزا را برسیم که همون ایدرن تاجیکستان هم یک حالا از دعوت همین برادر فرصت استفاده میکنم. نفرانی که حالا تگمه لایک رو پخش نکردید خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید. کسانی که به شبکه یوتیوبی پیام تیوی ابونه نشدید خواهش میکنم به شبکه یوتیوبی پیام تیوی ابونه شوید. و این برادر تیک تاک گفتن تیک تاک پیام تیوی با نام فریدون رحیمی است. برادران عزیز می توانید در تیک تاک فریدون رحیمی را جستجو کنید و به آن ابونه شوید و نوارهای ما را پیگیری کنید. حالا برادران عزیز اینجا همون برادر رحمان و شیر نر در اولی گپزنیشون گفتن که شاید حالا کی میداند که شاید اونها طالبان یا که جنگنده های اون طرف آمو به این طرف آمو گذرند. من همین چیز را بعید نمیدانم و همینجا میگویم حالا اینجا چند کس خاموش به این برنامه ما وارد نمیشوند. چند کارشناسان امنیتی ها حکومتی ها برنامه ما را تماشا کرده ایستادند. یک چیز را بگویم همین روسیه تماما کشوری با اعتماد نیست. هر کجایی که منفعتش هست در همون جا است منفعت شریکانش را به یک پول کوچک نمیگیرد. یگان ارزش قائل نیست. حالا به همین روسیه باور کردگی هستیم سرحد تاجیکستان و افغانستان را. بله بله به همین روسیه باور کردگی هستیم ODKB یعنی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به همین روسیه و به همین سلاح‌های نظامیش سرحد را باور کردگی است. اما ببینید در خود روسیه چی گپ‌هایی رفته ایستاده است. در خود روسیه الیت سیاسی روسیه به مانند ولادیمیر ژیرینوفسکی گفته ایستاده است که مونید اونها را با حال خودشان یک دیگرشان را کشند این خیل کنند آن خیل کنند و به این طرف به کشورهای آسیای میانه تهدید شود. بعد دو دست پیش ما بیایند گویند که ما را زشیت کن یعنی ما را محافظت کن گویند به روسیه و بعد ما باید چی بگوییم تمام تاجیکستان ترکمنستان ازبکستان اینها تمام جمهوری نیست یک گوبرنیه در اطاعت روسیه می شود. بعد ما شما را محافظت میکنیم. بله بله پراویل نگفتیم. با این خیال های پرستیده ایستادگی الیت سیاسی روسیه است. ببینید ولادیمیر ژیرینوفسکی هرچند یک کلون سیاسی حساب می شود ولیکن بسیار کارشناسان مسائل سیاسی بر این نظرند که الیت حکمران بسیاری از گپ‌هایی که خودش گفته نمیتواند توسط همین کلون‌های سیاسی میگوید. بسیاری از گپ‌هایی که الیت حکمران خودش گفته نمیتواند توسط همین خیل کلون‌های سیاسی میگوید مثل ژیرینوفسکی. پانی کامه کنم میبرورا یگان خیل به این روسیه اعتماد نیست که با او سرحد تاجیکستان را باور کنید. یگان خیل اعتماد نیست. این یک. دویم اگر روسیه شریک منفعتش نه
شریک تاجیکستان می بود، این رو به نظر می گرفت که در اون طرف آمو که 46% اون طرف کشور اون طرف آمو را یعنی افغانستان را هم ملتان تاجیکستان تشکیل میکنند، باید همچون یک شریک این مسئله را به نظر میگرفت. وقتی که خود همین امام علی رحمان میدانست که روسیه یا کشور دیگری استراتژی تاجیکستان چین همین مسئله را به نظر میگیرد، امام علی رحمان میتونست با دل گرده با یک شجاعت تمام چند مسئله ها را مطرح کنند. اما اینها که خواهشمند اون نبودند، اینها که در سرشان خیال های دیگر میپرورند، امام علی رحمان که زبان کوتاه این کشورها هست، از یکش قرضدار است، از یکش زبان کوتاه است، کفیری در همه منصب بودنش است و هاکذای دیگر، زبانش را باز کرده نمیتواند. یعنی یک کلمه گپ زده نمیتواند، خاموش است. برای همین برادران عزیز، امروز وقتی آن رسیده است که باید ما مردم سرجم باشیم، متحد باشیم. حالا بعضی کسا گفته شده است از پشت افیر ببخشید، از پشت افیر گپ زدن. برادران به شما باور میدهم که حالا همینجا گپ زده شدن، از پشت افیر گپ زده شدن، از پشت افیر گپ زدن هم آسان نیست. از پشت همین افیر گپ زدن هم آسان نیست. حالا به همین از پشت افیر گپ زدن شجاعت کردید، تشکر به شما. و اگر نفرانی که از همین پشت افیر گپ میزنند و صدایشان را به جهانیان میرسانند، به جامعه بین المللی میرسانند، اگر زیاد شود، حالا ببینید ما را تقریبا 1700-1800 نفر گوش کرده شدند، این 170,000 شود، 1,700,000 نفر شود، حکومت مجبور می شود به حرف مردم گوش بدهد. حکومت مجبور می شود هر یک حرف ما را گوش بدهد، آن را تحلیل کند، بررسی کند و عملی کند. برای همین هم تا به این تعداد نرسیدن من شما، تا به این تعداد نرسیدن صداها، حکومت کوشش میکند صداها را در جایش خاموش کند. کوشش میکند صداها در جایش خاموش شود. برای همین کسانی که گپ زدن در حال به امنیت فریاد میکند، در حال امنیت صحبت میکند، با پدر و مادرانش صحبت میکند، پدر و مادرانشان را مجبور میکند که پیوندشان را، فرزندشان را زنگ زنند، بگویند که گپ نزند، صدا بلند نکند، در جایش خورد میکنند، در جایش خاموش میکنند. نفر میکروفون رو بکش یا که پایان کن. برای همین برادران عزیز به این چیز باید دقت جدی دهیم. حالا ما میتوانستیم به این برنامه 1700 نه 170,000 نفر رو جلب کنیم، اما چی شده که ما بی‌طرفی را اختیار کرده ایم و بسیاری از مسئله ها را تنها با هیاهو کردن و یکدیگر رو حقارت کردن و یکدیگر رو دشنام کردن حل آن را میبینیم. اما این طور نیست برادران عزیز، اما این خیلی نیست. باید سر این مسئله ها فکر کرد. حالا داداخان، اول داداخان ببخشید، پیش از شما ماسکوفسکی پاتسان وارد شده بودن، به ایشان سخن بدیم، بعد به شما. معذرت میخوام. ماسکوفسکی پاتسان بفرمایید. الو، هستید ماسکوفسکی پاتسان؟ الو، شما هستید؟ تا اینکه آماده شوند داداخان بفرمایید. داداخان هستید شما؟ داداخان حالا خاموش. کلوب بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. و علیکم السلام ورحمت الله. سلام بای بچه‌ها. برادرو، همین توگمه ایلکا بجکن یکم. من برنامه را پیش برین. همین توگمه ایل نموسکو ای وزیرو همش میجکن که
کو همین ویگه پیدا چکه شفقت ما را چی میگه شما نترسین بجقین این رحمانوف کو برای اویله خچ از سرب کردن میکپا ترس و دیسته افغانستان چی کیسته یکم گپ نیسته فکر افغانستان کی برای خود جون کن دیسته توگمای لایک بجقین ناموس بجقین همش خوب میشه این شلو گم میشه رامو استعفا من هم خگاب دارم استعفای رحمانوف درمان خداوند تشکر باشید خداوند نگهبانتون سلامت باشید برادر دودو خان گپ میزنید دودو خان هستید شما نبودن اسدالله بفرمایید عبدالله اسدالله گفتن عبدالله بفرمایید عبدالله هستید شما عبدالله بسیار خوب شمس بفرمایید شمس هستید شما کسایی که جواب نمیدهند خارجشان کن شاید به یک کوری آوره هستند تا اینکه جای دیگران رو بند نکنیم دودو خان ما شما رو خارج کردیم دوباره وارد شدید شما گپ زدنی هستید شاید میکروفونشون کار نمیکنه دودو خان هستید بسیار خوب برای همین هم برادران عزیز گرامی حالا مسئله افغانستان این مسئله نیست که ما او را با بازی بگیریم با جان مردم بازی کنیم چند روز پیش 3 روز بود یا 4 روز پیش بود من گفته بودم که پیش از آن که به شرطهای ما به شرطهای صلح مصالحت گوش نمیدادگی شوند و تنها طلبی تسلیم شود باید مذاکره ها به میان بیاید مسئله صلح مطرح شود در افغانستان مسئله صلح مطرح شود ایده با همین ها با سربرها با و حاکزاها صلح میکنیمی و حاکزاها گفتند و حالا نتیجه این شده که بالای پنجشیر پهپادها بمباران کردند مردم بیگناه مردم غیر نظامی کشته شده ایستاده است و دیروز احمد مسعود آشکارا این چیزها رو گفتن در کار کسی ملامت کند مرا ملامت کردن گرد دیروز احمد مسعودی دید دانست فهمید که اینقدر زور آمده بعد گفت که ما به صلح راضی هستیم بچی این خیلی و هوکسو تا امروز این گپ رو نداشت در حال درباره صلح گپ زد که دیگه درباره صلح گپ زدن رو کسی خواهش گوش کردن نداشت این هرچند میگن که او احمد مسعود بسیار آدمی دانا بوده است و زیرک بوده است و ذکی بوده است و نظامی بوده است و هاکازاها نخواد همین چیز را صرفم نروی که دیگه تو وقت درباره صلح گپ میزنی او صلح تو دیگه هیچ کس شنیدن نمیخواد این یک دویم امروز چی آمده امروز من میدونم که شما مردم پنجشیر مردم شرفمند هستید با آر هستید به ناموس هستید و این آر ناموس شما به چی برده میرساند یعنی دیگر هیچ کس تن دادن نمیخواهد دیگر حالا درباره صلح گپ زدن خیلی مشکل است الا گپ زدن به میان بیاید حالا دیگر درباره صلح گپ زدن دیگر مشکل شده است دیگر درباره گپ زدن صلح گپ زدن علاقه مشکل شد یعنی افغانستان رو این تهدید میکند که دوباره افغانستان حالا احمد مسعود تمام افغانستان را فرا خوانده ایستاده است که برخیزید در گوشه و کنار افغانستان دوباره بر ضد طالبان جنگ کنید یعنی ضدیت نشون دهید و هاکازاها این گونه فراخوانی شده ایستاده است مردم را و این به کجا برده میرساند باز دوباره خونریزی سر شود به سالهای دور و دراز و در اینجا کی ضرر میبیند از پشت امبیتسه های مثال گیم نفرانی طالبان و نفرانی اولی پنجشیر مردم عادی ضرر میبیند برای اون که این کار نشود بود حکومت تاجیکستان هم زبان هم دین
حکومت ایران همسایه، هم زبان، هم دین با بعضی از کشورهای دیگر، مثلا که باز میتوانست پاکستان، چین به یک مشورت دعوت میکردن که گفتی امام علی رحمان یک حکومتی همه شمول به میان می اومد برابر قدرت که هیچ کس را در اون حکومت خرد کردن رو حرکت نکند. این تجربه را امام علی رحمان داشت، برای همین زبانش خم یک کلمه گپ زده نمیتواند. یعنی حکومت امام علی رحمان این تجربه را داشت که صلح کرد، جانب دیگر را خرد کرد، جانب دیگر را ترور کرد، کشت، به غریبی گسیل کرد، مهاجر کرد، سرسان و سرگردان و دربدر کرد طرف مقابل صلحش را. و میدوند که او طرفی امو هم طالبان هم مثلا گریم همین رو امام علی رحمان میدوند کسی که در سر قدرت است صلح کند میکرگی کارش همین است و همه به همین باور بودن و برای همین امام علی رحمان خاموش ایستاد، دمش نمیبرآمد. اگر امام علی رحمان آدم صلح دوستدار می بود و همین گپش که همه شمول گفت به همین گپش صادق می بود، کشورهای همسایه را جمع میکرد، در تاجیکستان یک گفت و شنود ترتیب میداد، یک میز گیر تشکیل میکرد، طالبان را دعوت میکرد، احمد مسعود را با دیگر نفران دعوت میکرد و در اینجا یک گفت و شنود به میان میآورد. هیچ وقت به این راضی نمیشد که کشور همه شمول فقط دو نفر را برده دست پیش بر در حکومت طالبان کنند و بس باشد، مثل امام علی رحمان که به طرف دیگری صلح کرد. این در جسم جانش شاید امام علی رحمان همین دو نفر را، شاید همین امام علی رحمان از تجربه های خودش گرفته به طالبان توصیه داده باشد. برادران پنجشیری خاطرتان جمع باشد، به امید این خائن نشوید. همین خائن بود که طالبان را در تاجیکستان تبابت میکرد. توسط همین خائن طالبان به عراق و اسلحه و مهمات نظامی تامین میشدند. به این هیاهوها باور نکنید. بسیار من متاسفم که این مسئله ها نادیده گرفته می شود و بسیار متاسف هستم که امروزها چند روشن فکرای ما به همین فریب امام علی رحمان داده شده هستند. طلب هایی که این روشن فکرای ما کرده ایستادن بدون دست امام علی رحمان، یعنی امام علی رحمان رو یک سمونه بدون رهبریت حکومت اجرا شدنش امر محال است، بدون مناسبت های دیپلماتی. لیکن وقتی که شما طلب کرده ایستادید آیا باور دارید که همین امام علی رحمان شجاعت میکند، جسارت میکند که این کار رو به اجرا میرساند، طلب مردمش رو میکند و به هم ملتانش در اون طرف دریا در کشور همسایه افغانستان کمک میکند و کمک کجا؟ مالش کمک مالی کجا؟ خودش کشور را به یکی از کشورهای قشاقترین دنیا تبدیل داده است. کمک مالی کجا؟ مایلش اقلا کمکی دیپلماتیک کردن میتوانست، از دست میبرد، همین گفته شنودها را به میان آوردن میتونست، حال هم فرصت داره. به دهانش کلوخ گرفتگی، بلبا مهر بستگی، مهر زدگی خاموش است. به همین یک گپی که به سروزیری پاکستان گفته است دیگر همه حیاهو را سر کردن، با چند نفر دیگر گفته ایستادن حالا با اینکه به طالبان رفته تسلیم شوی و به دو جا رضا شوی، از این به شهادت رسیدن و تا قطره خون آخرین جنگیدن و به مقدار کلاهی احمد مسعود اگر زمین ماند در همون جا هم جنگیدن و هاکزاها خوبتر است. به این شعارها حالا شعاربازی دارند، لیکن این شعارها تا واقعیت کجا است؟ این شعارها تا واقعیت کجا است؟
درست است، ننگ است، ناموس است. اما همین رو میشه با راهی گفت و شنید که امروز طالبان رو نمیشود با نظامی و با مقاومت ملی و هاکذا ها ترسان. طالبانی که با امریکا سر به سر شده از 20 سال یک بار حکومت رو گرفته 5 سال حکمرانی کرده است. طالبانی که یک کشور ابرقدرت جهان رو از خاک افغانستان خارجشون کرد 20 سال سر به سر بود. میشود اونها رو با جنگ و خونریزی ترساند. از دیگر راه ها باید وارد شد، از اون راه هایی که طالبان ضعف دارن. مثلا در مناسبات بین المللی هرچند گفت و شنودهای بین المللیشون خیلی موافقانه بود، حالا ضعف دارن، در کادر ضعف دارن. چیکار میکنن؟ حکومت رو گرفتن، به هیچ کس ندادن، به مردم پنشیر ندادن، نخواستن ندادن، به دیگران ندادن و خودشون همین چند پشتویی حکومت ساختن. چیکار میکنن؟ دوامش چی دیگر؟ این سوال ها باید به طالبان داده میشد و به طالبان به طالبان فهمانده میشد که این حکومت داری، این پاسبانی خانه دوستم نه که شما با 200 لشکرتون رفته خانه دوستم رو پاسبانی کرده، با او کتهای نرمش غلظ، کتهای طلاگنش غلظ زده ایستاده اید، گلزارهایش رو آب داده ایستاده اید. حکومت داری این نیست است. حکومت داری خیلی چیزها رو طلب میکنه. محمد بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. علیکم السلام رحمت الله. سلام با کل مردم تاجیکستان و تاجیکان روی جهان. زنده باشید. چی گفتنیم که با اومدی کلاغاوس نشوین، این همش فانتاستیکه. هم شما ذکر کردین که ننگ ناموس است. بله، نه ننگ داره، نه ناموس داره، نه عقل داره، نه تمیز داره. در جای مست الست خو و کای بگه چیگه پیدا دنیا. یا برومات خچه رکلام کرد، این فرصت مناسب استفاده برده خچه برومات رکلام کرد، 4 تا دیگه چاپلوسک دیگه 4 چیز دیگه نوشتن، انا این خیلی نه او خیلی. و گجا دایو خمی گرچند شما ذکرم کردین و یا بار دیگه ما ذکر کنم، همین مشکلی داره برای دیپلماتی. مقصد همسایه‌های ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان مقصد بیارین سرجم بشنونین، همون 4 طالب کننده با همون شهروار با همون توقیای ژنسکایشون بیارین بشنونینشون، هم صحبت شون، یک صلح یا چه مقصد کنن. اگر رسم قدر در فکر مردم تاجیک باشین شما. یکی گپا همش دروغه. مردم چی گفتنیم که با امید یعنی کلاغاوس نشون، ما رو در تمام جا، در تمام جهان شرمنده کرده. یا بناموسی پس ترینه. بعد دیم همین برادرها همین دیده سین که همین 4 کنکنده اومده، یا دولت همین قدر که تمام خانواده‌اش یا دکتر شوکت جان حرفتون رو بگوید برادر عزیز، خواهش میکنم. نه مقصد که همین اومدن مثال نگاه کنین، همین 4 تا طالب یا حکومت کلانی که در افغانستان مقصد با فکر ما که اروجا با فیرای موجنه دسترس همه خانواده ده هست، موجنه گرفتن لبای کسا مثال گپ میتونه که اروجا داشته باشه در پشتیم. مثال گپ با همین قدر هم خیلی اهالی و با هم خیلی شهروندایی که همین قدر مثال اروجا چی میکنن، همین 4 طالب اومد یا حکومت کلان گرفتن. مقصد همین 7-8 میلیون اهالی تاجیکستان نخواه همین 300-400 نفر بترسن بیستن. ای مردم نه بیستین بیو، نه بیستین نجدت کنیم. وقتی مهلت رسید همین مهلت رسیده، همین نخواه 1000 نفر نه همین بیجنسایی که همین مثال همین مخالفایی که گرفتن رفتن، پدراشون از زندان کردن، مادراشون از زندان کردن، برادراشون از زندان کردن. اوقع هر یک خانواده همین نخواه یک شهروند یک فرزندی بناموس نباشه بروه. همین اگر حد الامکان 1000 کس بروه گفت یا پد 100,000 دیگه آدم از کیدت کردگن با دامای فروختگیشون همه اون مردم جبر دیده. حد الامکان 2-3 هزار دیگه اون مردم میبروه. اوقع قدر مردم مصیبت دار میبروه. اوقع 5-10 هزار نفر نکنه شین برومدنده. یا مهلت نقض بمانیم، بیاین همین 9 سپتامبر یا 20 سپتامبر یا روزی معین کنیم ببریم دیگه اینجا میشینیم گپ زده. اوخی این بناموس همه را شرمنده کرده. تاجیکستان هم شرمنده کرده. تاجیکایی که ایو پرای دایره بودگی، ایو پرای
توجیکای افغانستان هم شرمنده کرده. یعنی برآمد معنی کرد مردم خیال کردن که دستگیری میکنه، این از زد خود زرگه در اونجا شهیده هستن. او را میتونست حد الامکان هر کاری هم میتونست کرده. بله درست است. تشکر برادر عزیز. حالا عبدالعزیز اس ام بفرمایید. عبدالعزیز گپ میزنید؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز خواهش میکنم. عبدالعزیز گپ نزدند. حالا نوبت عبدالله است. به نوبت خواهش میکنم گپ نزنید چون که مردم اینجا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب جان. تشکر بفرمایید. اگر اجازت باشه من در راه سفرم یک دو دقیقه بعد در همون جا میرسم ملکم ده. یگان برادر پیش از ما گذاره یک مثال صحبت کنه. من ضروری مکمتر که معلش زنده باشید. خیام‌الدین بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدید. سلامت باشید. امیدوارم همه نفری که ما رو تماشا میکنند سلام ما رو قبول کرده باشند و همشون صحت سلامت باشند. برادر عزیز، موضوعی که امروز مطرح کرده ایستاده در حقیقت موضوعی است که جامعه جهان رو امروز نگرانی کرده است و بسیار هم یک متاسف هستیم وقتی که سخن میکنید شما احمدی مسعود رو اینجا گناهکار میکنید که تا دیروز آماده صلح نبود، لیکن دیروز وقتی که شکست خود رو فهمید آماده صلح است. برادر شوکت نشسته در استودیو مسئله رو بررسی کردن یک جرأت و یک مردانگی دیگر دارد، لیکن در میدان جنگ با همان طالبی که امروز اینجا صفت کرده ایستاده یراق گرفته مقابلش جنگ کرده حمایت از ملت کردن، این جوانمردی هست که چندین مراتب فرق میکند. این یک مسئله دوم، شما درباره رئیس جمهور اینجا سخن کردید. باید دانید که ابرقدرت‌ترین ابرمردان سیاست جهان از آنی که طالبان سر قدرت آمدن از سخن ناجا گفتن، از حکومتش رو اعتراف نکردن ترسیدن. حتی سازمان‌های جهانی امروز از همین چیز ترسیدن. لیکن باید دانید که نظری همه به تاجیکستان بود که تاجیکستان چی واکنش می‌دهد، رئیس جمهوری تاجیکستان چی واکنش می‌دهد، چی نظر دارد. و همین پاکستان که همین طالبان کثیف رو پشتیبانی میکند، حمایت میکند. شما خوب میدونید که نمایندهش اومد به تاجیکستان با رئیس جمهوری ما واخورد. این جسارت، این مردانگی جناب عالی بود که خیلی یک پیشنهادهای سری وقتی، یک پیشنهادایی که در آنجا حمایت منفعت‌های ملی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که همچون لیتسوی دولت معرفی میشد و سخن این نفر میتواند که یک موقع حکومت تاجیکستان را نسبت به طالبان و سیاست خارجی خودش معین کند. و جناب عالی همین سخن را با جرأتانه از آنه که با جمهوری اسلامی افغانستان 1400 کیلومتر ما بیش از 1400 کیلومتر سرحد داریم بیان داشتند. لیکن امروز برای من باور کنید حیف است از آن سیاستی که شما میگه تحلیل میکنید که در همین مسئله باید تحسن و آفرین و احسان گوید برای رئیس جمهور که توانست که یک حمایت کند. لیکن شما امروز رئیس جمهور در اینجا گناهکار کردنتان باور کنید عیب است به خدا. لیکن از آنه که احمدی مسعود اینجا گناهکار میکنید در استودیو نشستید در یک جایی که آرام است، امنیت شما تامین است، سخن میکنید. لیکن باید دانید که احمدی مسعود یک نفره که آخران از آخرانهای مانده است که امروز تمامی نه اینکه تاجیکای افغان بلکه تمامی شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان امیدش باوریش امروز تنها به احمدی مسعود نگرانیده شده است. احمدی مسعود امروز در پنجشیر همان شهری تاجیکی است که برای حمایت نه تنها ملت تاجیک بلکه برای حمایت تمام شهروندان جمهوری اسلامی افغانستان با همین طالبان کثیف مبارزه میبرد. لیکن شما اینجا امروز احمدی مسعود گناهکار میکنید. تمام کردید برادر. سلامت باشید. حالا صبر خیام‌الدین سخنتون تمام شد. تشکر به شما خیام‌الدین. سخن خیلی زیاد است برادر، همین کوتاه با نوبت سخن کنید بهتر بود. حرفتون رو گوش کردم من. این فکر شخصی شما است. فقط اینجا بگم که من احمد مسعود رو گناهکار کردن نیستم. فقط گفتنی هستم که همون با پیشنهاد صلح راضی شدن، با مذاکره راضی شدن، وقت پیش آمد که الکی در این باره شنیدن رو حتی طالبان خواهشش رو نداشت.
برای همین من یگانه اینجا یگان جای پنهانی نیست. شاید چندین نفر برادران عزیز گرامی ما به مثل شما خیام الدین چندین دیگر نفران روشن فکری ما شاید به این فکر من ناراضی باشند یا شاید این فکر من نادرست باشد. یکی من بر این نظرم که وقت رضایت به مذاکرات از جانب برادری جسورمان، برادری گرامیمان احمد مسعود رضایت به مذاکرات صلح داده شد که الکی در این باره خواهش شنیدنش را هم طرف مقابل نداشت. فکر من این بود. برادر خیام الدین تشکر. خیام الدین بوز درباره رئیس جمهوری که گفتید، اون جایی که شما گفتید ما ذکر کردیم مسئله پاکستان درست است، من با شما موافق هستم، واقعا باعث تحسین است. اما دیگه مسئله هایی که گفتیم باید قبول کرد که امام علی رحمان خیانت کرده ایستاده است. این رو باید قبول کرد. دست امام علی رحمان خیلی چیز می اومد. حالا شما گفته ایستادید که سازمان های جهانی از طالبان ترسیدند و از ترسشان طالبان را قبول کرده ایستادند. فکر نمی کنم که این طور باشد برادر عزیز. اینجا چند بازی های سیاسی وجود دارد بالاتر از ترس می ایستد. چند بازی های سیاسی وجود دارد که برادر عزیز خیام الدین شاید بیرون شدن به فکرم از ترس بالاتر می ایستد از ترسیدن. و چندین منفعت های هست که شاید این کشورهای ابرقدرت می توانند با طالبان پیاده کنند اما با حکومت رسمی افغانستان نتونستند کردند. حالا ببینید طالبان با کودتا کشور را گرفتند. طالبان با کودتا کشور را گرفتند. حالا درباره کودتا گپ نرفته است. زدن غصب کردن حکومت را گرفتن، یک حکومت قانونی را گرفتن. حالا یگان کشور درباره کودتا گپ نزده ایستاده است. اینا به نظر گرفتن در کار است. اینجا چقدر منفعت ها وجود دارد که از ترسید گفتن بالاتر میشه. سلامت باشید. محمد گپ زدید شما؟ محمد گپ زدگی هستند. مبارز گپ زدگی هستید؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا موضوع یک صحبت ممکنه؟ نفهمیدم. همین موضوع که شما بررسی کردین کو؟ مایلش بفرمایید آزاد برادر عزیز، هر چی میگوید بفرمایید. این دروغ است. همین سخنهای شما همش تهمت است. باور کنید موافقه تاجیکستان در جهان یگانه موافقه بود که طالبان انکار کرد، با فایده تاجیکای افغانستان بود. شما امروز میگره انکار میکنید دیگه پورا. امریکا با همه تا قدرتمندیش 20 سال نتونست طالبان شکست دهد. اینجا گفت یاردم حربی نمیره. اینجا موافقه بود. موافقه تاجیکستان هم نشان دادیم. پرزیدنت مبرو اومد گپ زد. امروز شما برو اومدن انتقاد میکنید. بسیار خوب. چیکار کنیم؟ نه شما همین بگنده گفتن یک از آبرو گیرم گوید کو این کاراتون نادرست است. شما یک برنامه درست پیشنهاد کنید مردم طرفدار شما شود. موافقه تاجیکستان موافقه عالی بود در این مسئله. برو من موافقهش اولین شده گفت که تاجیکشی را بس کنین. نماینده پاکستان گفت میدونه که در پشت طالبان پاکستان میسته. برو من همین گپا را گفت. شما امروز چی حکومت گنده میکنی؟ برادر عزیز شده تمام کردید گپتون رو نبرم. نه گپ من نمیبره. شما پس همین سوال من جواب دهید که تاجیکستان چی گناه داره در این مسئله؟ شما تاجیکستان بد میبینید، تاجیکستان گنده میکنید. ها این رقیب سیاسی بودن دیگر است، تهمت کردن دیگر است. تمام خوب شده است برادر عزیز. بسیار خوب. برادر عزیز درباره این سوال‌های شما ایستاده نگذاریم. به همه این سوال‌های شما در رفت برنامه من جواب داده هستم. خواهش میکنم برنامه رو از نو تماشا کنید. حالا یک نفر با نام ام میخوان گپ زنن. بفرمایید. ام هستید نیستید؟ حسن الدین بفرمایید. سلام علیکم شوکت اکو. و علیکم السلام و رحمت الله. خسته نباشی برادر. ام گپ زده ایستادید بره. ام بفرمایید.
چی گفتنی بودم گپا من فراموش کردم اکا. بعد مقصد ما چند قدر دیگه باید بستیم که اینه با تماشابینا ما زیاد شوا و یک کانتر گام مقصد در مسئله همی اول اجداد کردن در کار مقصد که شوکت که تماشابینا ما بسیار شوا و مردم این او بردک میگه که شما چی منفیت میخورین همین منفیت با چی منو باشه همین را من نفهمیدم یعنی او هم خیلی گفته او مردک برادر عزیز من حالا در این برنامه درباره امام علی رحمان گپ زدم بله گپ زدم این یگونه مقصدش همین است که میگویند که اگر بینی که نابینا و چاه هست خاموش بنشینی گناه هست بله بله همین یک نفری است که مردمی هم ملتانی دو طرفی امور را فریب کرده ایستاده است به این فریبش چندین نفر علاقه دوده شده هستند بله عقل دارن هوش دارن میدونن که اگر همین اراده سیاسی نداشته باشد برای اجرای پیشنهادهایشان هیاهویشان همه این هیاهوها بیکاری است اما کرده ایستادن و برای حالا صبر که برادر عزیز برای پیاده شدنی من اینها رو محکوم نمی کنم درست است روز هم ملتان ما در پنجشیر و دستگیری من شما نیاز دارن اما دستگیری فقط با پراکنده کردن خبرهای فیکی یعنی این یک روز کدارم کنی است و با هیاهو نمی شود و این در سطح حکومت باید آمادگی دید و این اراده سیاسی حکومت ما لازم است که اراده سیاسی داشته باشد که واقعا ببخشید به مردم پنجشیر کمک کرده شود هم کمک روانی هم کمک دیپلماتی و هم کمک در کار باشد کمک نظامی کرده شود اما این چیکار است این از همین حالت اونجا مردم جان داده ایستاده است مرده ایستاده است فوتیده ایستاده است قتل شده ایستاده است از این خود سیاسی کار کردنی جان دوباره گرفتنی فهمیده ایستادید برادر این مشکل است تشکر من شما رو میفهمم شوکت اکا یک سکوند مقصد که آدمای او پاره در خطره یک گاو موندگیان این پاره موقعش هم معلوم نمیکنه بله سلامت باشین زنده باشید حسن الدین بفرمایید هم خیلی است زنده باشید تشکر سلام علیکم و رحمت الله یک دو نفر گپ پیش از من بود از تاجیکستان و عبدالله فکر کنم پیش از من اونا نوبت داشتم تشکر به شما که عدالت رو رعایت میکنید و ما را آگاه میکنید که اینجا باید عدالت رعایت شود از تاجیکستان بفرمایید عبدالله هستید البته بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به همه برادرانی که سخن ما را میشنوند و در این برنامه شما حضور دارند بله تشکر به شما من کمتر در هیجانم کمتر سخنام مثال چشیدگیسن ببخشید من همین یک فکری عادی دارم که همین امام علی رحمانوف همین نماینده پاکستان آمد پس پرده مثال برای فایده خودشان گپ زد همین طور آمد پوبلیکاده مثال برای پکازوخه یک سخن گفت من همین فکری من همین است با یک سخن گفتن کار انجام نمیشه و یگان یاری هم نمیشه و مثال در همین عین زمان در همین حالتی که جیکای افغانستان برادرای ما مادرای ما در اونجا مثال در بگیم ظلم و ظالم قرارن خب من امام علی هیچ باوری ندارم که یگان مثال چیزی انجام بده یگان عمل یگان نشانه بده همین یک دو سخن همین تا بگیم گفته اروز لپاکازوخی نواز دو سخن زد خب این امام علی لاین همین طریق کرده بعد دیوم فکر من همین چی من همین است که
این برای خاطر خلق تاجیکستان درون ملک تاجیکستان رحم نمیکنه، ظلم میکنه، کشته و زندان و برحم میکنه. او گجا بگیریم تاجیک افغانستان که بله برای هم قرار یک دو پیش یک مبارز برماد یک دو سخن گفت باور میکنه که چنان خودم با یک قپی دو مگنی باور کرد اگر همچه هم قدشنامش کردگیم که اگر مبارز هم مبارزی که برماد چی کرد اگر شاید سخنهای ما نشنیده باشی بگیم انا هم زنته هم وجهت بگو برای غسل کنن استغفر الله. برادر عزیز ما ملت ساختنی هستیم، ما کشور پیشرفته ساختنی هستیم. به این یک تحقیر کردن، حقارت کردن، زدن، کوفتن ما چی فرق میکنیم از همین طالبان؟ فهمیدم که من این فکر شخصی من است که این من یگان عضو گروه نیستم، من حق دارم که فکر خودم بگم برای همینجا عبدالله مبارز زن تا میگوید فهمیدی در عکس زنت کرم قدم منو پرم در عکس زنت گم او چکوش پای فرار. برادران عزیز تحقیر از زبان نفر بیرون میگوید که او ضعیفترین انسان است، سیمای مردی دارد لیکن حرف دهانش را گفته فهمانیده نمیتواند. با یک نفر یک گپش را گفتنش در کار است، حق و حقوقش را تلاش کردنش در کار است، دفاع کردنش در کار است، گفته گپ زده نمیتواند. این وقتی که گفته گپ زده نمیتوانی و میخواهی همین را با حقارت گپ زنی، با تحقیر گپ زنی، این نشانه ضعیفی تو است. الکی طرف مقابل ضعف تو را احساس میکند، ضعف خودت را خودت آشکار میکنی، یعنی ضعیفی خودت را با گپ زدن خودت آشکار میکنی. برای میگن پیسته بیمغز اگر لب وا کند رسوا شود. هرچند شما مثلا که طرف حکومت نیستید و این حکومت رو دوست نمیدارید، ضد این حکومت هستید و آزادی رو میخواهید، عدالت رو میخواهید، برادر عزیز آزادی عدالت با حق و حقارت کردن به دست نمیاد. آزادی عدالت باید منطقی طلب کرده شود، از حق و حقوق خودمان باید منطقی مبارزه برده شود و طرف مقابل اگر حکومت و رهبریت حکومت برایش اگر این حرفای ما رسد یک بار به فکر رود که ما چی گفتن میخواهیم، چی طلب داریم. اگر بجای این مثلا اگر حق و حقارت کرده باشیم و چی ضرورش کرده است که وقتش رو صرف کند به این حرفای ما گوش دهد، یا اینجا ما چی ضرورت ما کرده است که وقتی که به شما سخن میدیم نیمه از وقت ما به شنیدن حقارت شما میگذرد. برای همین خواهش میکنم این مسئله رو رعایت کنیم. از تاجیکستان گپ زنید. از تاجیکستان گپ بزنید. شما میکروفونتون خاموش است، میکروفونتون رو فعال کنید. بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سوده نکه شوکت خوبه؟ تشکر به شما برادر. همه اعمال برنامه‌ات نگفتن که مقصد همه بیزنس ها در تاجیکستان مونوپولی اشدگی است، مونوپولی اولیا ده. ما یک چند بیزنس انبار میکنیم که شما بگین که همه مونوپولی هست یا نیسته. مقصد پای افضل مونوپولی نیسته. شمودکا پوشیدنی مونوپولی نیسته. تکنولوژی شای کامپیوتر سر که همش یگون مونوپولی نیسته. نه چیزای پاسوده و چی یگون تایپ چی نیست. یگون مونوپولی شما میگن چی را در نظر دارین که دروغ میگن که همه بیزنس مونوپولی های کو امیر ما بگین که کدام بیزنس مونوپولی دروغ نگین که مقصد که شما عدل خصوصا عدل دولت عدلی برپا کردن برنامه در دروغ بسیار دروغ میگین، صفت منافقی دارین. آقا شوکت وقت هم میگیرم یادم. صبر معلش بگذار بگوید. حالا به گفته همین برادر کی جواب میدید؟ بسیدین جواب میدید؟ احمد شاه جواب میدیم. من بعد یگان کسکه شوکت
حالا صبر کنید. من یک شهروند عادی تاجیکستان فقط جواب میتیم برادر از تاجیکستان. احمد شاه صبر خواهش میکنم. حسین الدین گپ بزنید شما در همین باره. من نوشتم جواب های خودم رو دارم، حالا بگذار برادران گپ کنم. سلام علیکم ورحمت الله و برکاته. روی برون ما خدتی خود جواب یگان که جواب نتا. حسین الدین من اول جواب تیم مایلش. من شما جواب کنم. احمد شاه حسین الدین خواهش میکنم. تشکر به شما که نوبت خودتون رو به من دادید. برادر عزیز زگرامی از تاجیکستان، تشکر به شما که این سوال را دادید. حالا ببینید خودتان با زبان خودتان گفته شدید که شماتکه مناپولی نیست، پای افزال مناپولی نیست، چند چیزی دیگر رو همراه نکردید، نسکی، تروسی، تکپوشگی زنها مناپولی. این چیزها رو چرا نگفتید که مناپولی نیستن؟ پسوده. برادر عزیز شما تجارت های وجود دارن که برادر عزیز همین تجارت هایی که شما گفتید اگر یک کنید به نیمه از یک تجارت برابر نمی شود. فهمیده شدید؟ سنگ و متال های قیمت بها مناپولی است. بیزنسی هواپیما مناپولی است. در تاجیکستان حتی گرفتن یک سپراوکه رو شرکت فراز مناپولی کرده است. شرکت فراز تمامی بیزنس هایی که در تاجیکستان حجم درآمدش بزرگ است، در تاجیکستان در دست یک عائله وجود دارد. برادر عزیز در دست یک عائله وجود دارد که حالا شما چی گفته گشتید؟ شماتکه، پای افزال، اینا چی کار میکنن؟ اینها پای افزال کرده میگردن. همین میره به همه این چی حالا صبر خواهش میکنم. همه این چیزهایی که نامبر کردید برادر عزیز تجارتش به تجارت یک ماهی بعضی از تجارت های شرکت فراز نمی براید. ببینید از همین رای آیرس در یک سال عائله رئیس جمهور 100 میلیون دلار پول کار میکنه. به من بگوید که یگان شرکتی رو نامبر کنید که مناپولی نباشد، همین خیلی آزاد باشد، پای افزال فروش باشد، شماتکه فروش باشد، تکنولوژی وارد کند، پسوده وارد کند. گفته خودتون در یک سال 100 میلیون دلار پول کار کند. یک تا گپ زنید چی؟ برایمین به انصاف ببین برادر عزیز، خواهش میکنم. الله از شما راضی باشد. به این خیلی گپ ها نظر مردم رو فریب نکنیم. حالا حسین الدین بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. در همین موضوعی که موندین در دایره همین موضوع صحبت میکنیم. بله. یعنی مقاومت پنشیر و منفعت های امام رحمان. خب در اینجا گفتیم که خیلی امام رحمان فکر کنم که از یعنی عملی که برای تاجیکستان اگر بگیریم کرده است، این آدم این است که دلش به تاجیکیت بسوزه. از اینجا خلاصه می‌گذاریم که اینا مثلا 95% بالا میتونیم بگیم که برای فعال سیاسی به دست آوردن، چون که دیگر در تاجیکستان یگان عنوان نمونده، هم عنوان پیشوای ملت بود. امور هم دادمش بعضی آدم میگه که پیشوای تاجیکان جهان، نه اونم پیشوای تاجیکان جهان نگفتن دیگه آدمو اهمیت نمیدم، تنها پیشوای تاجیکستان فکر میکنن، نه پیشوای تاجیکان جهان میگفتن، نه حاضر. بعضی آدم میگه که باز پیشوای تو پیشوای اصلی پیشوای تاجیکان جهان میشه، باید تاجیکای طرف انا حمایت کنیم. نه این معلوم است که برای خود سیاسی به دست آوردن، چون که در این طرف دیگه هیچ نمونده است. بعد در این دولت امروزه ما، حکومت امروزه ما در درجه هست که این حرفش یگون جا قبولش نه، اون صحبت‌های اشرف غنی را گوش میکنم، حتی نام تاجیکستان رو نمیآورد. تاجیکا را همچون بگیم که یک خلقیت بد یا یک ملت بد میدید، چون که همون نگاه قومی داشت.
حتی تاجیکستان از تاجیکستان کشورهای همسایه میگفت ازبکستان و دیگه کشورها رو نام میبرد، تاجیکستان رو نام نمیبرد. من چند بار یعنی مشاهده کردم در صحبتش، این هم برای بدبینی که تاجیکای افغانستان مقاومت میکنن. خب در مسئله مقاومت کردن یک مردم تاجیک ما یک فکر کنیم که یک چیز بگیم، تاجیک‌ها اینجا باید خودشون یعنی دست به کار شوند. تا می وقت ما در دوره حکومت اشرف غنی که حکومت‌های از همین طالب‌ها هیچ کمی نداشت، قدمی که سر بالا میکرد او را به اون بهانه طالب گفته انفجار میکردن، یکم خطر یا سوء برای تشکیل میکردن. ما میگفتیم که همین تاجیک‌ها باید تاجیکی خودشون بگن. یعنی تاجیک امروز در کدام سطح است؟ در یک سطحی است که همین ملت خودش آشکار گفتن نمیتونه. یعنی شکست تاجیک ایامیج است، نه از اون که یارو نداره یا کمبودی اقتصادی داره یا که دیگه کمی داره. در همون طرف هم تاجیک میگه یک نیم تاجیک میگه، در تاجیکستان این طرف هم یعنی تاجیک میگه یک کم تر ترس داره که مسلمان هستی در و گپش میگردن. تاجیک‌ها یعنی هیچ معنای ملتگرایی نیست. ما تنها مظلوم قرار گرفتگی هستیم. یعنی که ملت ما قریب 400-500 تا میشه که مظلوم قرار گرفتگی است. از هر طرف ما را ضربه میزنن، اما ما خب برادر میگیم، مسلمان میگیم. خیلی ما برادر مسلمان گفتیم، ما برادر مسلمان گفتیم نباید برای ما قدر ظلم کنم. تاجیک‌های پنشیر یعنی که اگر تاجیک‌ها را بگیریم، تاجیک‌های پنشیر خیلی واقعا مردانگی دارن، اما تاجیک‌هایی که دیگه در کاپیسا، نویای که در بدخشان چرا خاموشند؟ یعنی که ملت ما مشکلش در همین است که یک جای سخت مقاومت داریم، یک جای سخت ضعیفی داریم که خیانتکار هستیم. ما همین چیز ما را آورد امروز یک زیرو کردگی است، نول کردگی است بگیم. دیگه ما اول بگیم امار همون هم گپ بزنه، گپ یو هیچ مال واز نداره کسی گوش کنه. برای خیتای بگیم، خیتای از همون دوره شوروی که نه شوروی داخل افغانستان شد، میگه عبدالله امین به خاطر شوروی کشتی، چون که خواست که طرف امریکا به طرف امریکا حکومت نزدیک کنه. اما این تقریبا بود عبدالله امین خودش یک کمونیست بود، اون به طرف خیتای مایل داشت، از این خاطر شوروی درآمد داشت. از اون طرف هایی از اون وقت است که خیتای در اونجا مبلغ گذاری میکنه، اومد با پاکستان یک جا هست. یعنی پاکستان و خیتای منطقه یک دارن. در این اواخر روسیه با اونها یک شید، چون که امریکا در اینجا پا گرفت. اول ما ایران میگیم، روسیه که جا گرفت، تاجیکستان اتوماتیک بگیم که طرف روسیه قدم طرف حرکت میکنه، از طرف حرکت میکنه، چون که اون آشکار شد یک ویدیو که در دوشنبه مرکز داشتن، حتی عراق یا که چی یعنی مواد نیاز از طرف تاجیکستان داخل میشه. این ما را نه خیتای انا دستگیری میکنه، در این بگیم که ما دوست خیتای هستیم، با خیتای همکاری کنیم. خیتای حرف ما را خیتای چندین ساله زده است که چون که رای ابریشم با اون با پاکستان همراه کنه، چون که آبای گرمی که از اون طرف خیتای باید حرکت کنه در دست امریکا هستن، مشکل داره. چون با این طرف تاجیکستان، از طرف تاجیکستان، افغانستان، پاکستان، ایران، این طرف همون 25 ساله یک شرطنامه کردیم برای نفت با خیتای گذروندن و واسطه افغانستان گذروندن. در اینجا هیچ مال اینو نمیستم که از منفعتاشو بگذارن. اما ما دیدم چند روشنفکر از طرف ایران شکایت کرد، از طرف ایران که چرا همزبانان ما را چیز نمیکنین، کمک نمیکنین، صدا بلند نمیکنین. اون چندین ساله که عراق داده است که توی امریکا را پشت از جا بکنن، در این طرف با خیتای راه زمینی خطی من برای منفعت‌های کشورهای خودشون. اما اینجا ما تاجیکا میمونیم، ضربه را تاجیکا میخوریم. با همه آمدن مثال همونجا در دوره حکومت پیشترم امریکا آمد پشتونا را به سر قدرت آورد، این طالباش هم آمدن، این دوره طالبا اومد، حکومت‌های دیگر هم طالبا را سر قدرت آوردن، طرفدار طالب هم. در اینجا ما یک کار تنها کرده میتونیم که خیلی که وقتی اخیر یک یعنی که موج پیدا شد که ما اون طرف برای دو طرف زدیم که تاجیک هستن، همین چیز باید رفتن بگیره که ما همین دیگه هیچ کار نتونه که ما را یک شکست بده.
همین پشتونان این طرف افغانستان، پشتونان و پاکستان هیچ مال همون سرحد قبول ندارن. ما را هر چیزی میگن ما قبول میکنیم و اگر ایدم قبول نمیکنه دیگه اونا از روی قتل کشتار مبود میکنن. یعنی باید ما به همین هیچ کس نستیم، فقط ما یک ملت خودمون آشکار بگیم که ملت ما طرف مضمون طرف مضمون اینجا ما چیز کنیم، از اینجا ما شروع کنیم. دیگه هیچ دولت هیچ کشور غم ما را نمیخوره، غم ما را نمیخوره، و طرف ما هم یکم کمک هم نمیکنه. و همین خاطر ما باید همین تاجیکیت از یاد نبریم، چون که خیلی است در همین باره ناصر خسرو ما یک روزنامه‌نگار دیدم، روزنامه‌نگار دیدم که ناصر خسرو قبادیانی افغان، یکی ناصر خسرو در عصر 11 است، کلمه افغان بگم که 100 سال 150 سال جا چیز پیدا شده است. ما را در اینجا میگه که یعنی که ملت ما را نگه که در قدم 100 قرار داده که میگه ناصر خسرو قبادیانی افغان. ما باید چیکار کنیم؟ ما باید خودمون یعنی غم خودمون را بخوریم دیگه. برادران ما بسیار میشنویم میگن که افغان او لطیف پدرو میگه او برادر ما تاجیک هستم، تو چرا ما را افغان میگوی؟ نمیگه شما افغان هستین. و نگه همه طرف که دیگه بالای ما ظلم میکنن، ما را نابود میکنن. خب تشکر جان. زنده باشید، سلامت باشید دوستان. تشکر به اشتراکتان، تشکر به سخنرانی. امیدوارم در برنامه‌های دیگری ما نیز شرکت میکنید. برادر احمد شاه بفرمایید. احمد شاه. سلام علیکم آقای شوکت جان. سلام رحمت الله. خب درباره همون طالبان و امام علی رحمان یک دست سخن میگم. من فکر میکنم که نظر شخصی من است، فکر میکنم که امیر رحمانی که امروز ما داریم در سر قدرت هیچ کمی ندارد از همون طالبان. اگر طالبان با سلاح و با همون تیر و توپ و تانک مردم کشته استند، امروز رحمانov در داخل تاجیکستان مردم تهمت میکند، به قتل میرساند، زندانی میکند یا از وطن به وطن کرده ایستاده. هیچ کمی ندارد از همون طالبان. طالبان با همون سلاح نه رحم به پیر و کمپیر میکند، نه به جوان و کودک و زن، به هیچ کس رحم نمیکند. رحمانov هم همچنین است، همه را زندانی کرد، همه را کشت، حتی مادر یک نفر برآورد مجبوراً که تو بر ضد فرزند خودت سخن بگو، یا خواهر یک نفر برآورد، مثلا خواهر محمد اقبال صدرالدین برآوردن همراه یزنش که تو بر ضد برادر خودت سخن بگو. خب چی کمی دارد از طالبان همین رحمانov؟ هیچ کمی ندارد. در یک نفر در وحشت، یک نفر رو در وحشت در دهشت قرار میدید و مجبورش میکنید که ضد اهل خودش گپ زند. همین از دیگر وحشت افکاری تروریستی. بله 100%. آقای شوکت جان، اگر رحمانov تاجیک دوست میبود، رحمانov غمخوار ملت تاجیک میبود، پس اجازت میداد که مردم تاجیکستان میخواستن اعتراض میکردن در تاجیکستان و بعد جامعه جهانی میرسوندن که شما کجا را نگاه میکنید، بخیزین از این مردم سخن بگین، یگان حرف بزنه جامعه جهانی. اما رحمانov هیچ کس اجازت نمیداد که برای در تاجیکستان یک سخن بگه. به خاطر مردم پنشیر ملت تاجیک در اونجا زندگی میکنه، به خاطر همونا برای مردم تاجیکستان یک سخن بگه. اما خودش چیکار میکند؟ وزیر پاکستان، وزیری که یعنی که همین طالبا را همون پاکستان مبلغ گذاری میکند، وزیر آوردن تاجیکستان. خب به خاطر منفعت خودش برآمد یک رکلام کرد، همینجا ما تاجیکستان تاجیکا را ایخل اوخل. هیچ باور بکنین همین مردمی که در داخل تاجیکستان هستیم، همه همینا را رحمانov دارد کشته است، زندانی میکند. هیچ پروای تاجیک و ازبک و قرغیز و افغان و یگان نفر ندارد رحمانov فقط به خاطر منفعت خودش. تشکر برادر عزیز، سلامت باشید. حالا نوبت رو به عثمانov پرویز میدهید. عثمانov پرویز آماده هستید برای سخن کردن؟ آماده نیستند. عزت الله قربانov بفرمایید. عزت الله عبداللهی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته و تماشاگران. میخواستم فکر اوید برنامه موضوعتون یک فکر خودم بیان کنم اگر اجازه است.
акай Шавқат, мехостам бигӯям ки оиди ҳамин барнома мавзӯътон ки оё чӣ ҷурӣ ба Паншер кӯмак карда мешавад ба тоҷикои Афғонистон. Бояд мо ҳам чихе ки бояд як қайд кардан дар кор ки як суханро ки бояд дипломатӣ, озуқаворӣ ва силоҳ ва бо агар дар кор бошад бо ҳам бо ягон шахсияти дига одамоне ки ҳамин армияи Тоҷикистон камтарак ҷудо карда шуда равон кунанд. Агар ҳамин тавр кати мешавад кӯмак карда. Барое ки мо мебинем ки аз чанд тараф ба толибони ҳамин террорист чанд тараф кӯмак карда истанд аз ҳама тарафҳо. Мо мебинем дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки оё ин тарафдорои Раҳмонов мегӯянд ана ихелӣ гуфт, ино кати мо боварӣ надорем. Вақте ки як чиза ҳар дар шабакаҳои иҷтимоӣ бировайдан ана Раҳмонов ихелӣ гуфт, ана Светаша мекушад, аз аввал ҳамин Света ки аз аввал Свети ҳамин толибон мекушт, дар шабакаҳои интернеташон ин қадар паҳн намекарданд. Биёед як назар кунем ки аз ин тараф интиқоли барқ ба Афғонистон баъд аз ба дасти толибон афтодани ҳукумати Афғонистон ду баробар шудагӣ аст аз Тоҷикистон. бале, ва ман гуфтаниам ки ин корро ҳеҷ маҳал ин Раҳмонов намекунад, барое ки ҳам дасти худаш дар дасти ҳам қати толибо ҳамдаст аст. барои ҳамин ин кори кӯмак ва як сухан гуфтан ин ҳеҷ нест, амал кардан дар кор ва баъд аз гуфтан дар кор. барои ҳамин бояд боз ман гуфтостам ки ин мардуми худ амун тарафдорои Раҳмонов хе чишми мардума хок напӯшонед. Ин чӣ сухан аст ки ана хелӣ мекунанд, ин равон мекунанд, ҳеҷ чикор карда наметавонад. ва аз стили худаш ваз ҳеҷ чикор карда наметавонад. барои ҳамин ин охирон суҳбат. Баъд дуюм сухани ман ин буд ки он шахсе ки баромад инҷо гуфт ки чизо монополия накардааст, либосу ва ёра ҳамин сол надид худаш надид ки дар ярмарко ҳама ярмарко монополия карда буд. шахсан аз номи Рустам Эмомалӣ буд. то аз ярмарка ту аз мактаб то аз ярмарка ту то чек набиёри дар мактаб туро қабул намекард. ҳамин монополия ҳисоб намешавад. ҳамин чизое мо медидем ин чӣ буд, ин монополия ҳисоб намешавад. мебуранд сафсафа гап мезананд ҳамин бахтдор. барои ҳамин акай Шавқат ба ин ҳукумати ҳозираи Тоҷикистони талошам накунед ва инода бовар накунед. мо боварӣ дорем ки худамон бояд пешбари Тоҷикистона дар дасти худамон аст. Мурод бифармоед. Мурод гап мезанед. Муродро поин фурор. Усмонов Парвиз гап мезанед. Усмонов Парвиз. Алло. гӯш мекунам шуморо. Алло. Салому алейкум. ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Инами гап дар бораи монополияи корхонаву ташкилоту бизнесу дигар рафта. сабр бародар азиз, ман гапатонро мебурам. Хуб. сабр кунед бародар азиз. мавзӯъ дигар аст. дар болои мавзӯъ суҳбат карда метавонед? дар бораи мавзӯъ сухан суҳбат мекунем. Не инами акаузи инки Иззатулло Абдуллоев гуфт ки ҳамаи бизнесо мумкина гап занем ё не? Не, мавзӯъ баргардед бародар азиз, ман хоҳиш мекунам. хай камтар дига гӯштон кунем ба мавзӯътон бармегардем. майли, саломат бошед. навбати дигаро датем. зинда бошед. Асадулло бифармоед. Асадулло гап мезанед? ассалому алайкум акай Шавкат. зинда бошед. ва алейкум ассалом. бифармоед бародар. акай Шавкат сози тенҷӣ? чунон ки мебинед хуб ҳастем. камтар як беморӣ доштем ки алҳамдулиллаҳ ҳоло хуб шудем. бифармоед бародар азиз. акай Шавкат навори гузашта да гуфте ки дар корхонаҳои давлатӣ ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаш нависондагие ки ба сатр мумкин нест. дар кадом корхона ҳамин нависондагие? надидӣ? мақсад коррупсия дай, КГБ дай, прокуратура дай, кадом сохтош дар суд дай, дар кадом як навора як сурат дай, доказательства ку биёр бигӯ ки ин хай факт далел. чикорш мекунем ки ин масъала бародара?
این فقط به فکرم شما همین فقط استریمیارد می‌دارید و همین در برنامه گامزین شبکه‌های اجتماعی رو پیگیری نمی‌کنید. داد وای زنان تاجیک رو نمی‌شنوید و صورت‌هایی که رسم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی پخش شده‌اند با این خط‌ها با این نوشتجات‌ها شما نمی‌بینید. من در اونجا درباره سود پروکراتور گپ نزدم، شاید در سود پروکراتور هم باشد. من گفتم که در مرکزهای مأموری در مؤسسه‌های دولتی این گونه چیزها وجود دارد. مثلا اگر در بیمارخانه و هاکزاها وجود دارد، در مکتب‌ها این وجود دارد. این مشکل شما است که برادر عزیز خوب پیگیری نمیکنید برادر. این حالا ببینید من در کدام نایسوندگی شبکه اجتماعی دروغ بسیار میگه. بعد دولت تشکیل کرده باشه تیپ شبکه اجتماعی چیزی که در شبکه اجتماعی باشه دروغ پان کردن نگیری. یک دقیقه صبر. شبکه اجتماعی در جامعه بین المللی برادر عزیز از شبکه اجتماعی مانیتورینگ کرده می شود. از او آموخته می شود که مردم به کدام نظر هستند، مردم در کدام حالت هستند، فکر اندیشه مردم چی است. این حکومت تاجیکستان است که به نظر مردم به شبکه‌های اجتماعی اهمیت نمی‌دهد که مردم چی گفته ایستادن، چی شنیده ایستادن، مردم چی می‌خواهد از حکومت. این حکومت تاجیکستان است که این، لیکن حکومت‌ها جامعه بین المللی به شبکه اجتماعی اهمیت می‌دهند. می‌دونید حکومت تاجیکستان در کدام حالت به شبکه‌های اجتماعی اهمیت می‌دهد؟ در همین حالت که یگان بیچاره یگان بچه به یگان جوان دختر گپ پخته او در شبکه اجتماعی پان شود، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حال می‌بیند و بچه رو میبرد. در شبکه‌های اجتماعی دیدیم تو دختر و گپ پرتافته گفته 15 روز او را توالت شعبه وزارت کارهای داخلی رو میشویند. وزارت کارهای داخلی شوکت من در شبکه اجتماعی دیدگیم نه در یگانی دوران نایسوندگی نیست. شما سوال دادید من تا گپتون تمام شدن شما رو نبریدم برادر. بعد ببینید برادر عزیز، وزارت کارهای داخلی یک نهاد کلیدی تاجیکستان شبکه‌های اجتماعی رو به نظر می‌گرفته است. گپ‌پرتوی یک بچه به دختر رو به نظر می‌گرفته است، او رو برده 15 روز توالت میشوینده است. شبکه‌های اجتماعی به نظر گرفته میشده است، میشوده است. اما وقتی که به سطر در آمدن ممکن نیست است صورت گرفته شد. حتی نوارها هست که در داخل چی از رومال پوشان سطر پوشان رو تحقیر میکنن تو به این رومال به خاطر چی داخل مؤسسه شده گفته. این رو به نوبت نمیگرفتن. این چه خیلی است برادر عزیز، خیلی میشه در کنون. برای همین من پیش از همه شما رو گناهکار نمیکنم به خاطر آنکه شاید سرکار هستید، شاید وقتتون نمیرسد که شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ها رو پیگیری نمیکنید. میتوانید رسانه‌های معتبر مثل آزادی دیگر رسانه از پلیس و این گونه رسانه‌ها رو پیگیری کنید، از اونجا دریافت کنید. چون که مصاحبه‌ها با زنان در اونجا هست، در این زنان مظلوم در این باره هست، ابله شدگی از پشت سطرشان در این باره هست. میتوانید رسانه‌های معتبر رو پیگیری کنید. اما شاید شما سرکار باشید، وقتتون نباشد برادر عزیز، من شما رو ملامت نمیکنم، ولی وقتی که شما در این باره دلیل میپرسید این در کجا است میگویید، پیش از آن که این سوال رو بدهید یک کمتر جستجو کنید، شاید به این سوال نیاز نماند برادر عزیز. سلامت باشید. حالا بهادر بفرمایید. شوکت محمد گوش میکنم. شما چند بار نوبت دادم گوش گام نزدید. عثمان پرویز نه حاضر من از موضوع بیرون برآمده استن، دیگران دا وقت داده استن و من دا وقت نداده استن ای موضوع بیرون ده. این همین برادر روز قید کردن که در کارخانه و تشکیلات و سطر و حجاب ممکنه. این همین پگه من در کار باشه 100 تا رسم میگیرم که مردم آزادانه خیلی با کارخانه با تشکیلات با تمام مؤسسات با سطر و حجاب بارش آزادانه گشته استن. 100 تا من پگاه 100 تا رسم روا میکنم که 100 تا رسم روا میکنم که همین مردم من در شهر پنجکین آزادانه با سطر با حجاب بارش گشته استن. گردن نه که راهی راست گردن درست نیست. یاد انا بیان دوره پیش همین بیبی و اپای و امای و خاله های ما خیلی سر و لباس میپوشیدن، سطر و حجاب نبود که. عثمان پرویز
خواهش میکنم. خب همین خبرتون درست باشد، واقعیت داشته باشد، من خرسند. تشکر به شما که همین روز یک خبر خوش رسوندید. اگر واقعیت داشته باشد، واقعیت من در کار باشد، شما در رسمش روان میکنم که من نمیخوام مردم آزادانه با سطح حجاب ریش، آنانی که برای خود راست هستند آزادانه گشته هستند. خیلی یک گساله ریخیم میگم پدر گپ من نبرین. خیلی که میگن که گساله ریخیم پدر رسوا میکند، از پشت همین یک ریشتار و سطرداری که یک همین چی گویم اقدام های همین تروریستی و اکستریمیستی پیگیری میکند، از پشت همین ها من کردم. بعد البته خود چی با نکنند؟ کی میخواد که دولت نوتینج باشد؟ شما میخواید که درون اوله شما نوتینج باشد؟ نه، البته دولت هم مثل اوله داری است. برادر عزیز سوال صبر خواهش میکنم. تو بدید صبر من خوش رسونده از عقبش گپی بی منطق میزنید. همین ریش ترور میکند، سطر ترور میکند برادر عزیز. که ریش دور باشه سونی یک ریشتوری تروریست ترور کند، بعد ریشتوری دیگری بیچاره در کوچه گشتگی گناهکار باشد باید ریشو تراشته شود. گپ گناهکاری نه، از اسلام استفاده بودم. یک حالا ببینید همین گلمراد حلیمی جوره رستم رفته به داعش پیوست، گپش رو شنیده بدید؟ با گلمراد حلیمی حالا گپش رو گوش کنید چی میگوید؟ با گلمراد حلیمی فرمو میدهند که تن فاحشه رو جمع کند، با آنها سطر پوشاند، در کوچه برارد، کارهای بیادبی کنند، بعد نشان دهد که من این سطر پوشان کار بیادبی کرده ایستادم. خیلی گلمراد حلیموف مجبور کردن دستگیری کردن از دولت‌های خارجه، از دولت نمی ایران و دیگر طرف مبلغ گرفت. گپ زدن میگیرد همین رنگ شما که مبلغ گرفته جاکیدستن همون وظیفه گلمراد. برادر اونجا جای نیست که اونجا مبلغ خوبه در پهلوی رستم گلمراد نیست. اونجا سنگر رفته، پوش از دست داده، دستش از دست داده، حالا میدونست که به همین حالت گرفتار میشود. اونجا پول کارکنی رفتگی نیست است. این دروغ است این گپ برادر عزیز. همین گپایی که منطق ندارد نگوید برادر عزیز. من گفتم منطق دارد، گپای من منطق کی دارد، شما در سر رسیده است. میکروفون همین بچه خاموش کن، بیادب است. نگاه کنید، شما گفتید که من مثلا گریم ثابت میکنم، دکزات میکنم که واقعا در تاجیکستان سطر پوشان و ریشداران همه بعد مؤسسه های دولتی در آمده ایستادند و هاکزاها. به وجدان شما حواله است، تا حد گفته شده رسمش رو میفرستونم، ویدیوش رو میفرستونم. بسیار خوب، این گپاتون رو قبول دارم برادر عزیز. اما دوام میگم که میگید چند ریشدار ترور کرد، چند سطردار ترور کرد و بیادبی کرد، برای همین سطر حجاب رو ریش رو من کردن آخر دیگه چیکار کنن آخر نکنن. میگفته پروسه شده. این گفتم بی منطق است برادر عزیز. به خاطر یک ریشتور تروریست ریش دیگه کس رو تراشیدن، این یک کار نادرست است برادر عزیز. تشکر به شما، سلامت باشید برادر عزیز. حالا بهادر نوبت شما آمده است بهادر برادر عزیز گرامی، ولیکن همین برادرمون اول برنامه چند بار در اومده برآمده بودن. اگر شما راضی باشید اول عبدالشکر به نوبت دیم. نه عبدالشکر صبر که من خطا کردم شما را، من پریپوتت کردم. صبر که من برای اینکه ظلم نشد به برادر. بهادر بفرمایید. او برادر سلیمان دولت بود. سلام علیکم یا برگا که شوکت محمد. سلام علیکم برادر عبدالله. امی حاجی امیر رحمان فر گفتن پیشوای تاجیکان جوان ها، پیشوای تاجیکان جوان که اوجه ایرا با یک چیز دیگه دودیسن. اگر پیشوا باشه مرد باشه امیر رحمان یادو همه امی تاجیکا جوان هم متحد کنه در پنشهر زدن همه تاجیکای ما را اوجه خیرش برآوردن. گفته بود که یک سلدت پاکستانی را اگر در درن چی ببینه پنشهر ببینه ما قوای چی مروی میکنم نمیدونم چی قوا داره، نمیدونم این قوای را من نمیدونم که اگر قوا داشته باشه این خطی دیپلماتی همین کار بود کنه که برادرای ما را نکشن در اوجا. بله این چی پیشوا که پیشوا میگن از نه بود تا چوپلوس یا برام میگه که ساتر قتل بو جدا ممکنه کو همین ذالک رحمانوف برام بود اونجا چی گفته بود؟ گفت که کامی که ساتر میپوشه گمرو گشتن.
همه زنای تاجیک تحقیر کرد. اوچای امیران تحقیر کرد که سطر پوشیدگی باشه، اگر ممکن اوچای امیر سطر پوشیدگی باشه. همین برادر که از عثمانه که برآمد کرد. نه که مرا جانم درد میکنه که امروز تاجیک ما را در همه جا ظلم و ظالم میکنه، همه بدبختا حالی هم ما خپیم، حالی هم این کدام پیشوا ما میگیم اکا تاجیکای اوسنان تاجیکا برادرای ما یگام ایده چی نمیکنم. نه که امروز میبینم که یک پاکستانی نامرد میاد بمب باران میکنه سمایلاتاش قطع بیس پیلونیکاش قطع تاجیکای ما را دیگه چی متحدی ما موندگی. اگر که ما امروز دیپلماتی امیر را بود چی نتونه کد امیر رحمون میتونه برای دیپلماتی کار بکنه. برای چی اکم پاکستان رفته بود همچنین ما گفتم که همین پاکستان رفتگی بدبختی سخت میره با چیزی تاجیک مورا ولی پیش ای جنگای شیدگی نکی نه بدبختی را آورد. این داونو رفته بود در پاکستان چی گپی را زد نزد همه کار حل کرده اومد امروز خب داموز شش تا باید یک کار کنه خطا اوزی برو ببینید امامعلی رحمان پاکستان رفت وقتی که هواپیما در آسمان بود دو طیاره نظامی آمریکا پاکستان امامعلی رحمان رو پیشواز گرفتن. در اون وقت پاکستان جان بود. پاکستان این خیلی امامعلی رحمان رو پیشواز گرفت واهمه داشتن. حالا چند کس در شبکه‌های اجتماعی دعوت دارن سفارت جمهوری اسلامی پاکستان در تاجیکستان بسته شود که سفیری تاجیکستان در پاکستان بازخوانده شود و هکذای دیگر. اخیر اقلا گو که یک نامه اعتراضی یک نوت داده شود گو مثلا یک اعتراض بیان کرده شود گو همین سازمان ملل متحد به سازمان ملل متحد بودنش کارش فقط همین بیاناتی اظهارات دادن تمام می شود. یگان اقدام جدی نداره. یگان اقدام جدی می داشت اگر همین سازمان ملل متحد بس بود ما امروز از همین امامعلی رحمان شکایت کرده نمیشتیم. همین سازمان ملل خودش متحد اگر عدالت رو رعایت میکرد از روی عدالت کار میکرد خودش میگفت که اگر به شما لازم باشد که ما شما را قبول کنیم اعتراف کنیم طالبانه شما همین نسل کشی گنتسید دادن بس کنید سید پنشیر مردم آسایشته تیر نکشید بمب باران نکنید. اگر خواهش این را داشته باشد که جامعه بین المللی شما را قبول کند همین گپ بس بود که طالبان به یک فکر بیاین. همین میانجیگی سازمان ملل متحد همین مسئولیت میانجیگی را به عهده گرفتن سازمان ملل متحد بس بود که کشورها را سر یک میز مذاکره بشیناند و از طالبان طلب کرده شود که گفتی امامعلی رحمان یک حکومت همه شمول تشکیل بدهد. حالا طالبان برای آنکه اعتراف شوند همچون یک حکومت به این نیاز دارند. ما این رو موندیم پرتافتیم نه این خیلی نمیشد و هکذاها گفتشنید را یک سو موندیم طرح مکانیزم های گفتشنید کردن را یک سو موندیم درباره مقاومت گپ زدیم. جمهوری اسلامی خدا نمیگوید که از صلح و خیر. اکا یا گپی دیگه ده امی احمد مسعود جنگ کردن نباید گفت من نمیخوام جنگ من طور که میخوام صلح و ثبات یک میده آزادی باشه برای خلق ملت ما جنگ نمیخواد. اگر او جنگ میخواد چی با یگام میده سنی کابل یگام سوی چی نکردم دادرن هم پنشیر ایستاد نه که چند طرفه را کرو کنه اساسا که دید که زور شونه رسی سمایلاتای پاکستان خیز زد. اگر همون روز کابل اکا یا گپی دیگه همون روز اکا بیچاره را بود انداختن چند نفر در اطرافش جمع شدن مثل انوی که بود امرالله صالح و اونهایی که بوده شدی مردم در حالت قشاقی در حالت جنگ زدگی در حالت گرسنگی قرار دارد. اینها کریسلاهایشان از طلا خانه سر نوک ندارد. اینها
مردم در حالت قشاقی، گرسنگی، در حالت جنگ زدگی قرار دارد. اینها قصر و کش در گوجه‌ها، فرزنداشون یگان تاش در افغانستان نیست، همش در دبی و در کجا کشورها رفتگی هستن. و به اطرافش رفتن اینها و این گرگ‌های باران دیده پشمخون رفتن سری رو گران کردن. حالا یکی به فکر اندیشه من، یکی از چیهای آنها، مقصدهای اینها، همین نفرانی که با مکیدن خونی مردم شرفمند افغان اینها پولدار شدن، مالدار شدن، خانه‌دار شدن، جدا شدن، میخواستن همین احمد مسعود هم مثل اینها بدنام شود در نظر مردم. اکا ایجاد با من میگم که احمد مسعود چند بارا گفت که داجی مرا پدر ما کشتگان من میبخشم امین انسانا را. با یک شرطی که یک چیز بشنانه، یک میدا با معامله همی کار بود که نه که تاری بزنن بدرون هجوم که همی کار شیدینا دید که زورشون نمیرسه. سامل تو چه وقتی کابل اگر گرفتن که اگر رحمان فرنگ ناموس میداشت کابل اگر گرفتن در پنجشیر چهار طرفش گرفتن که سویت افغانستان هم میکشت. میگو یا که برادرای ما را اکروژر نمیکن یا که به سوید میمونه. پوسکا این همی کار میشه. میگو طالبان برق رو برای چی نکشت؟ برای متهمه. نه برادر. پیش شاید این هم باشد، شاید این هم باشد، شاید گفته شما درست باشد. به نظر من برق را کشد. حالا مناسبت ازبکستان با طالبان خیلی خوب است. برق را طالبان از ازبکستان میگیرد، رقیب دارد، یعنی رقیب تجاری دارد. یعنی از خون مردم، از به شهادت رسیدن مردم تجارت به این پیش میایستد. یعنی کلینت را از دست دادن نمیخواهد. برای همین، برای اینکه دید که با ازبکستان مناسبت طالبان خوب شده ایستاده است و آشکارا ازبکستان مناسبتش را با طالبان خوب کرده ایستاده است و این را فهمید و انتقال برق به افغانستان را دوچند کرد بعد از به دست طالبان افتادن افغانستان. کابل دوچند کرد. رسانه ها را خونید. این به کدام مضمون است؟ مضمون است که مثلا اگر تاجیکستان تنتکی میکرد و میگفت که اگر به پنجشیر ظلم کنی من برق را تامین میکنم، میگفت طالبان میگفت دفشه به این برقت، من برق من از ازبکستان میگیرم. اکا پوسکای داجی چیز امی برق نمیداده برادرها یگو میدا اوجه چی نمیدیدند. اما برای از خون مردم دیده، از مردم دیده تجارت پیشه. ایجاد میلاد کشیه. یگو میدا میگن که مسلمانو جنگ کسان، یگو میدا مسلمانگاری ندارن. هم طالبا اگر همی صد که هم برادر عبدالله ان خفه شایما اگر و مسلمان میشن کو نمیزدن برادرای ما را. برادرای ما را نمیزدن. رحمان فقر عمر نمیشید باید یک میدا خطیب یک کم تر از خطی راستی ساز بود یا میدا راهوی میکرد که یعنی اروج هم یوردن میدادن و برادرای پنجشیر در به یاروق بدن و یگام چیز نداشتن. سلامت باشید بهادر. حالا سلطان رو سلطان بفرمایید. سلام علیکم. وقتی که همین مسئله رو تحلیل میکنیم التماس یک آمادگی بینن. اینجا گپ‌های بسیار بیهوده شده است. انا برادر میگن سویت میکشوخی سویت افغانستان یک تا تاجیکستان نمیگیره، روی دنیا میگیره. بله. مسئله اساسی بحث امروزه سر آن میرود که موقع تاجیکستان در همین مسئله. بله. موقع تاجیکستان ما تنقید کردن نمیتونیم. تاجیکستان بسیار گذشت کرد. تاجیکستان دوست استراتژی روسیه است. تاجیکستان با پاکستان مناسبت خوب داره، لیکن روسیه پاکستان طرفدار طالبان هستند. این را همه میدونن. بله. امام علی رحمان برآمد بر ضد همین شریکای استراتژیک موقعش گفت اگر شما نظر داشته باشید که همین با تاجیکستان کمکی جنگی میکرد، کمکی یراق و اسلحه، او نمیتوند. اگر تمام یراق و اسلحه تاجیکستان هم میبرن طالبان را زدن نمیشه، برای اینکه امریکا در 20 سال نتونست همون بهترین تکنیک حربی قطعی طالبان را مغلوب کنه. من با شما موافقم برادر عزیز.
انا تعلیل درست کردم اینجا حکومت تاجیکستان عزیز حالا صبر کنید خواهش میکنم. من با شما در همین گپایی که تو حاضر گفتید 100% موافقم برادر عزیز. حالا ببینید واقعا چیزی که شما میگویید درست است، اما ببینید اگر یک پاکستانی در پنجشیر دیده شود من تمام نظامیانم را به پاکستان میفرستانم، گفت امام علی رحمان. امام علی رحمان به پنجشیر با دو چی میگن با دو ورتلیات اسلحه فرستاند، اسلحه نظامی فرستاند. امام علی رحمان به پنجشیر نظامیان چند نفر نظامیان را فرستاند. همین خبرها آخر دروغند. همین خبرها را شخصان معتبر، همین روزنامه‌نگاران معتبر، شخصان معتبر تاجیک پهن کردند. آخر همین دروغ. همین رحمان در نظر گرفت که این فقط موافقتی بود. برادر سلطان خواهش میکنم. حالا ببینید با همین دروغ به امام علی رحمان ایمیج سازی میشود. برعکس خودمون شرمنده نکردیم. امی اکا امیر میگه او زمین برادر سلطان میگه که طالبان بر روسیه اوج کمتر دادگیری داره. تاجیکستان که با طالبان که با چی دادگیری داشته باشه با روسیه ما در چی در کد 101 دیویزیا که برادرای ما را در اونجا بکشن چی در کار امیر رئیس که واسه در ما در کار نیست. ما یک میدان یک کار کنن که با منفعت خلق. امام علی رحمان مستقلیت تاجیکستان 9 سپتامبر بعد از 3 روز مستقلیت تاجیکستان استقلالیت تاجیکستان جشن گرفته می شود با هنگامه‌های زیاد، با هیاهوی‌های زیاد. اما همین مسئله که بهادر گفت حاضر نشانگری اون است که تاجیکستان کیها از دست این امام علی رحمان مستقلیت خودش را از دست داده است. چی باید از بالای ما میکنند. تشکر به شما برادر سلطان. حالا فریدون بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خیر شفقت سوزه کروسوس. زنده باشید، سلامت باشید برادر عزیز. تشکر. سلامت باشید. خیر شفقت ما حیرانم تو مسئله افغانستان بررسی داری یا مسئله امام علی رحمان بررسی داری؟ هر دوشه. و میبخشی اگر می خانه ده دوست داره به کلی امام علی رحمان زن تا یکم کس بگوید به کلی امام علی رحمان کشتی زن نخواد. همین نامردو را گم که این همین نامردو را گم که دایوسوی که چی میگه گم کن. عبدالله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بهادر گفت که خفه نشود. یک چیز برادرو فهمین که من همچی مسلمان همه وقت موبایل نمیگیرم. میفهمین؟ برای که این طرف هم مسلمانه دیگه طرف هم مسلمانه. از بس که من در دور هستم در اون منطقه نیستم من هر دو مسلمان به صلح دعوت میکنم که یکدیگر را نکشند. وقتی که ما برادر ملت پرستی میکنیم، وقتی که میگیم که بگذار که تاجیکستان لشکرش گیرد افغانستان درآید بعد 1000 کس نمیمرد بعد که بلکه 10,000 نفر کشته میشود از هر دو طرف. باید که این چیز بینیم. مسئله که برادر گفت مسئله روسیه نگاه کنید سال 90 با احمد شاه مسعود روسیه خیلی روابط خوب داشت. خیلی روابط خوب داشت. این هیچ که پنهان کرده نمیتوند. لیکن شما تاریخ نمیآموزین. میگوین که امروز نگاه کن بچه احمد شاه مسعود در ایران خوند، در فرانسه خوند، در انگلیس خوند، روابط خوب دارد با فرانسه. امروز فرانسه نمیخواهد آدمای خودش راهی نمیکند که یک با هر دو طرف مذاکره خوب شود یا که آدم کشی نشود. اون دولت هایی که از غربی یگانش حرکت این را نمیکند بلکه بسیارتر پهن میکنن که تاجیک کشتن. حتی روسیه را نگاه کن برادر. روسیه امروز طرف طالبان گرفت. خوب پیش از که همین معما سر شد طالبان رفتن معامله کردن گفتن ما هجوم نمیکنیم. گفتن خوب. لیکن روسیه تاجیکستان چیکار کرد؟ پرتاف در درون علو. گفت با طالبان مذاکره کردیم لیکن ما مانند که امریکا سالای چلوم اگر که دانین امریکا چیکار کرد اون وقت دولت ابرقدرت نبود. هم عراق به SSR فروخت هم به عراق به چی گرمانیا فاشیستا همون نمیسا فروخت. میدونین در اینجا غالب که برآمد امریکا برآمد. امروز هم روسیه همینطور است با واسطه تاجیکستان میخواهد که
یک نرمی یک معامله خوب با پنشر با تاجیکان پنشر داشته باشد، هم مستقل همون با زبان روسی راست پریموی میخواهد یک معامله خوب با طالبان داشته باشد. میفهمین؟ اگر که ما این مسئله سیاستی همین بدبختا رو اگر نفهمیم، ما وقتی که اگر که ملت گرایی کنیم در اون وقت چی میشود؟ فقط همین دو ملت نابود میشود، دیگر هیچ کی نابود نمیشود. در این مسئله حتی نماینده ازبکستان اگر دیده باشین رفتن چپان پوشاندن. برای چی؟ اگر که سیاستمدار می بودن همین تاجیکایی که در حکومت هستن بر وقت یکم میرفتن و میخوردن با طالبان میشیشتن، اونهاش هم فریاد میکردن، یک میزی مذاکره میکردن. این معمای حل شونده از برای که این معما امروز معما یک سیاسی بزرگ شد، یک بازی بزرگ است. باید که یراق فروخته شود، باید که مردم نابود شود. اگر که ما خوب اگر تفکر نکنیم در این حالت هم مردم تاجیک نابود میشود، هم مردم پشتو نابود میشود، هر مردمی که هست مسلمان نابود میشود. از این نه من فایده میبرم برادر، نه شما فایده میبرید، نه اکای شوکت فایده میبرد. بله. لیکن بازی است، بازی فقط به فایده همین انسان هایی که امروز بیزنس دارن. در بالای ما این بیزنس است، پولهای میلیارد فایده برای همون منفعت روسیه و منفعت غرب است، نه اینکه به منفعت من و شما برادر. سلامت باشید. گفتی تاجیکی که گپ نیست. حالا عبدالشکور بفرمایید. عبدالشکور. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رحمت الله و برکاته. من هم در همین فکر عبدالله برادر بسیار فکر خوب و سخنهای خوب گفتن. این یک بازی سیاسی کلان است. واقعا هر کس در اینجا باید فکری مذاکرات کنند، ولی احمد مسعود من در این برنامهش گوش کردم، در برآمدش که گفت که ما مذاکرات میخوایم، مذاکره یعنی گفتگو با طالبان میخوایم، جنگ نمیخوایم. ولی نمیدونم چی شد که تا این حد رسید. ولی درباره که امام علی رحمان اگر سیاستمدار خوب میشد و اگر همون عنوان‌هایی که به خودش داده پیشوای ملت نجات دهنده سیاره و چیزای داده، باید در همه جا یک میانه روی و یک کاری میکرد که کار به این حد نمیرسید، به این مشکلات، به این برادرای پنشیری و برادرای تاجیک نمیرسید. چون که سیاستمدار نبود و این نام‌هایی که عنوان‌هایی که به او دادن گفتن یا خودش به خودش داده است، از این معلوم می شود که یگان تای اینا همش همین یک گپ‌های است، یک سخن‌های است که به ملت و مردم یگان منفعت و یگان کاری ندارد جز اینکه عنوان‌هایی که به خودش دادگی است، یگان چی دیگه ندارد به روی مردم. و مردم پنشیر هم مردم تاجیک که در داخل افغانستان زندگی میکنن، من به اونا گفتنی هم که یگان امید نداشته باشین از رحمانوف، که چون رحمانوف دو دستش در محکم یگان کارم کرده نمیتوند، از خطای قرضیدار است. اگر با مقابل خطای بخیزد بگد یگان چی از روسیه قرضیدار است، چون که روسیه 200 در تاجیکستان 50 سال گرانیسه تاجیکستان به روسیه فروخت. دیگه در پاکستان حتما اصلا زورش نمیرسه، چون که یگان خیلی عراق یگان چیزی ندارد، فقط یک نام دارد، نام نجات دهنده سیاره تمام یا که پیشوای ملت تمام. دیگه هیچی از دست اون نمیآید و نه عقلی که دارد که همون عقل سیاست ندارد، که یک فهمیش سیاسی هم ندارد که دخالت حداقل به دخالت به زبان و به عقلش کار کند. چون که زبانش در فقط وای گویی، در کلش همون چند قابچه کدو چند قابچه کای خالی موندگی، دیگه هیچی سواد ندارد. به همین خاطر امیدواری نجات دهنده سیاره در تاجیکستان بودن نشوند برادر افغان و برادرای تاجیکی که در افغانستان هست. عبدالشکور حالا تاجیک بفرمایید. تاجیک. سلام علیکم. چاپکو شما نازمی؟ ناز الحمدلله. تشکر با شما. بفرمایید. چاپکو همین ناو طالبان کابل گرفتارسازی چوننده محیدین کبیری برآمد کرده، گفتگی بودن که از طالبان باید عبرت گیریم.
همه چه فرمیتید شما؟ من نشنیدم این گپشونه. من شنیده که من جواب شدیم اکوی شوکت. بفرمایید. بله گفته بودن استاد کبیری که از طالبان عبرت بگیرین، ولی شما شاید دوام همون صحبت گوش نکردید. عبرت مبارزه را گفتن بگیرین، چون که طالبان 20 سال شد مبارزه میبرن و در مبارزه شون خستگی نشدن و مونده نشدن و از مبارزه شون از هدفشون دست نکشیدن. به این خاطر گفتن که از طالبان 20 سال آدمای کشته گشته است. 20 سال باز آدمای تاجیکای کشته گشته است طالبان. برادر مبارزه هر کس به هر گوش کن برادر، سوال دادی گوش کن. مبارزه طالبان به عراق است، مبارزه ما با گفتن و با صحبت و با مکالمه است. ما عراق نداریم در دست که مبارزه عراقی بریم. طالبان باید خواهش میکنم. بله از طالبان عبرت بگیریم، به خاطر مبارزه را دوام بدین، نه اینکه به خاطر که شما قتل و غارت کنید. عبدالشکر درست، خواهش میکنم برادر تاجیک. سوالتون بجا بود. من حالا هفته گذشته در حالت بیماری بودم و بسیار از برآمدها رو نتوانستم تماشا کرده. این کمبودی من است. اگر میدونستم که محیدین کبیری در این باره چی گفته‌اند، به جای که گفته های عبدالشکر رو گوش کنیم من خودم به شما جواب میگفتم. اما از اونی که عبدالشکر حاضر گپ زدن، برادر عزیز ببینید، حالا همین طالبانی که امروز گفته شدیم جنگ کردن، کشتن، ریختن و هاکذاها، درست است. جنگ است. در جنگ شکلات تقسیم نمیکنند. در جنگ یا میکشی یا میکشنده. اکای شوکت حالا برادر خواهش میکنم، همین برادر وقتی سوال دادن احترام یک نفر این است که باید به سوالش جواب بدهی. برای همین برادر عزیز وقتی که او گروه نظامی است میخواهد با طرز نظامی به سر قدرت بیاید، دیگه یعنی گفته کبیری اگر این باشد که از آنها بیاموزیم. ببینید در 20 سال آمریکا با ناتو که از چند کشوری با از 6 کشور عبارت است، از چند کشور عبارت است؟ خطا نکنم اگر از 6 کشور عبارت است، یعنی با 36 کشور جهان 20 سال جنگید. این شوخی نیست برادر عزیز. با 36 کشور جهان 20 سال جنگید، ناامید نشد، به یک کنجک رفته افتید، ناامید نشد، با گشته جون دوباره گرفته، با گشته دویم باره. شما ببینید که در این حالت بجز این که در مسائل نظامی تجربه داشته باشد، در کوه جنگیدن در جنگیدن مهارت داشتگی باشد، مهارت سیاسی دیپلماتی رو آموخت، دیپلماتی رو آموخت. با آمریکا مذاکره کرد، با اروپا مذاکره کرد، با روسیه مذاکره کرد، با چین مذاکره کرد. بجز این که مذاکره مثلا گریم چین نظامی داشتگی باشد، تجربه مهارت جنگی داشتگی باشد. حالا درباره کشت نگاه کنیم برادر عزیز. اونها آمریکایی ها اومده آمریکایی ها با 36 کشور همپیمانشان با ناتو اومده در افغانستان که به مردم افغانستان شکلات تقسیم نکردن، کشتن مردم. از دست همین های هم هزارها زن افغان تجاوز شدگی است از دست همین افسران خارجی و به اینها التیماتوم موندن که بیرون شوید، خارج شوید. و زبان ما طالبان بسیار ناز تعریف کرده. طالبان برادر عزیز صاحب با چین گپ زدن، با ازبکستان گپ زدن، با روسیه گپ زدن، با پاکستان گپ زدن و هاکذای دیگر. حتی در چند کشورها دفترهای خودشان رو داشتن. حالا ببینید این مهارت سیاسیش به این مهارت سیاسی یافتن طالبان آدم انگشت حیرت میگذارد. ببینید عقیده اسلامی طالبان با عقیده اسلامی ایران ضد است، لیکن منفعت های مشترک یافته دفتر کوریاش رو در مرکز ایران در شهر تهران باز کرد، در شهر دوحه قطر
дафтари кориашро боз кард. бо русия чандин бор дар кремл гуфтушунид кард, бо чин гуфтушунид кард. ин кори осон нест бародари азиз. агар аз ин ҷиҳат кабирӣ гап задагӣ бошад воқеан дуруст аст, аммо мухолифони тоҷик ки дар ҳоло паноҳанда ҳастанд, чияшон ин аст ки ба анамин тарзе ки мо гап зада истодем, бо муколима, бо гуфтушунид, бо фаҳмондани мардум ба хиёнатҳои ҳукумат, ба хиёнатҳои Эмомалӣ Раҳмон ва аҳли оилааш, ба бедор кардани мардум мехоҳанд ки дар Тоҷикистон як ҳукумати мардумӣ ба по шавад. ин аст фарқи мо аз Толибон. лекин ҳоло барои мо ҳам аз байни мо чандин нафароно биданд ки чандин нафарон то кай мо ҳамин гап зада мешинем, то кай мо ҳамин гуфта мешинем, то кай мо ҷим мешинем, Эмомалӣ Раҳмон хел карда истодааст, ӯ хел карда истодааст, гуфта рафта худашонро ба Эмомалӣ Раҳмон фурӯхтанд, супурданд, лашкари Эмомалӣ Раҳмон шуданд, ҳоло ба зидди мухолифон, бар зидди бародарони худашон гапмезадагӣ шуданд ва ҳоказоҳои дигар ки танҳо ба хотири амнияти шахсиашон, яъне сабр карда натонистанд дар мубориза, бардошт надоштанд дар мубориза, дар муқовимат. яъне сабр ҳамин баъзе ҳамин наҳзат раҳбарияти наҳзат сабр кунед мегӯяд, сабр кунед ҷим истед, караларо хам карда истед, не дар мубориза сабр доштагӣ бошед. ҳар муборизае ки бо сабр ҳаст, ҳар муборизае ки бо сабр ҳаст, иншоалло оқибаташ пирӯзӣ аст. бародари азиз, саломат бошед. тоҷик бародари азиз, хоҳиш мекунам баҳодур ягон чизи гуфтании дигар доштагӣ бошед, бифармоед. бо ҳамин вақти мо иҷода як гапи дигае ки акай Шавкат, иҷода як гапи дигае ки ами як шабакаш да тамошо кардам, як телевидение ами Афғонистонда мега ки барои чи ба Паншер ҳуҷум мекунем, мега ки мо имина кофирора мекушем, как будто дар дарани Паншер кофиранда. ин аида гапи наи Толибон амиш гап безеда. мо бародари азиз, ин гуна бадбахтҳо хеле зиёд ҳастанд, шояд нисф зиёдашон ҳамин хел бадбахти ваҳшӣ бошад. ин амиш да аламовара ки ҳар як ҳаракат ҳаст ки бародари азиз, ин гуна ваҳшиҳо масалан гирем дида истодед зиёд ҳастанд. ҳоло ҳамин дар байни мо ҳам ба ҳамин суҳбатҳои оромонаи мо, суҳбатҳои бетаҳқири мо розӣ нестанд. мегӯяд ки фалониро раҳ нате, фалони тамоман гап назанад, фалони чоплуса гап нате, вай бояд гап назанад ва ҳоказоҳои дигар. вай ҳамин Толибон ва ё кофир аст, мушрик аст, муртад аст, гӯяд чи мо чоплус аст гӯем, ӯ ҳақорат кунем. ҳамин мо дар сатҳи худамон ин корро мекунем, онҳо дар сатҳи худашон ин корро мекунанд. барои ҳамин пеш аз ҳамин масъаларо баррасӣ кунем, биёед ҳоло шароити худамонро бибинем. шароити худамонам қариб ҳамин хел аст. бовар кунед, ҳозир аз барнома мебароям дар ҳамин телефони WhatsApp тақрибан ҳар як барнома аз 1500 то 5000 занг мешавад. аз 1500 минимум то 5000 занг мешавад. чанд бор рақами имомро бастанд, гуфтанд шумо ба онҳое ки ба шумо муроҷиат мекунанд, занг мезананд, ҷавоб намедиҳед, ба зангашон бастанд чанд бор рақами имомро. ва ин нест ки мо барқасдона рақамро набардорем. бародари азиз, имконият вуҷуд надорад. шумо тасаввур кунед ки ба шумо 1500 то 5000 нафар занг мезанад, имконият вуҷуд надорад. ҳоло ҳамин метавонам ман телефонро нишон дам ки ҳамин як нафара худаш ҳамин навбаташ намебиёяд, занг мезанад то 50 бор занг мезанад як нафар. бардошта бародари азиз, бардошта халос мешавӣ, ба гапаш ҷавоб дода халос мешавӣ ва ҳамин ним соат насиҳатат мекунад. ту бояд ин хел кардӣ, ин гапат хато аст, он гапат хато аст, иниш нодуруст аст, ваиш нодуруст аст. ним соат насиҳатат мекунад, ним соат бояд ӯро гӯш кунӣ. агар мабодо пеш аз ӯ хайру хуш кунӣ, ба бало мемонӣ. бифармоед.
یک چیزی دیگه ایده که همی آدمایش که حقارت میکنن همیورا چه خیلی ببروره که خودشون یاد و فکر نمیکنن که جدا مادران گوش میکنن خواهران گوش میکنن aynamtari odamo چه خیلی اوج درسی برات بگیرم که آدمایی که پشتی رحمانوف دفاع میکنن نه بعد ما ایقار غزم دیگه امام دیوسان میگم دیگه چی گپی بیا میگم ما تحقیر میکنم اوا پروسه تلخی جان ما میگم که مرن چند بروز وند که حقارت کردن کارگروی ارگان نه که چه خیلی هم آدمو را ما باور کنیم او آدمو باید یک کار کنن که برای خوب برای بهادر به یک مسئله مهم اشاره کردید و یا حقارت میکنن چه خیلی ما حقارت نکنیم برادر آنها مربی ما نیستند آنها به ما تعلیم نمیدهند آنها ما برخواسته ایم تا اینکه این بیادبان را دفعشون کنیم ما برای همین به میان آمده ایم ما برای همین به میان آمده ایم که در رأس حکومت جایی که فرزندان ما به آنجا رفته مراجعت میکنند مادران ما به آن اداره ها رفته مراجعت میکنند به آن اداره هایی که این بیادبان سگ دهن ها در آنجا کار میکنند مادران ما خواهران ما رفته به اونجا مراجعت میکنند برادران ما همدهگان ما به اونجا میروند برای همین ما نمیخواهیم که این گونه نفران سگدهن در حکومت کار کنند در حکومت باشند و در منصب ها باشند باید ما برای همین این مبارزه های ما این گفته های ما جگرخون کنی های ما و این برنامه هایی که تا 4 ساعت دوام میکنند با مردم مناسبت کردن و با مردم مشورت کردن های ما برای همین است برادران عزیز و ما باید درک کنیم که اونها مربی ما نیستند تعلیمگری ما نیستند تعلیم دهنده ما نیستند اونها در سطح خودشون است ما نباید تا سطح اونها فرویم اگر ما تا سطح اونها فرومده اگر مناسبت بکردگی باشیم این گونه برنامه ها اصلا لازم نیستند ما که در سطح اونها باشیم هممون یک باشیم هیچ برتری نداشتگی باشیم چی در کار است این گونه برنامه ها اکا امی جده گپی گایده باید یک کارکنان خطیب اگر کارگرای امی مثال کارگرای ارگان نه یاد بگن که ما امروز مهاجرا جبر دیده ایم اکا ما جبر دیده ایم که 18 سال نرفته ایم مثال میایم فرزندامون خوب نمیبینیم با خشت بار روزه ای خشت بار میکنیم دور میشه یاد خطیب اما بگن بس امی چیزی مهاجر بشنویم صدای مهاجر بشنویم امیو چی با ایقا میبرویند مثال اگر خچون تلویزیون ویکنن ما دعوا ببرویم چیز مون گپ زنیم خطاب مون ده نه کی نمیبرن میشه علامواره که واپشه فکری مودا نیستن و فکری مودا نیستن و خیال میکنن که ای تاجیکستان ما میایم میچدا برگ درخت سوما میچیم عذاب انی است شکنجه انی است پلیس بخپرنگ نمی قطعی یک آدم پسله نیوری اوج چیز میکنه ادنشن میکنه دیگه چی بگوی نمیدونی بوارکا نمیدونی اکا حالا وقتی ما تمام شده است برادر عزیز تشکر به شما که با ما بودید خدا نگهدارت باشد ببخش که وقتتون بسیار گرفتم میبرید خیلی متشکرم امیدوارم که در برنامه‌های دیگری ما هم شرکت میکنید حالا ببینید من با الهام گرفتن از بعضی گپ‌های شما چند چیز رو گفتنی هستم حالا ببینید طالبان با تیر توپ و تفنگ انسان را زخمی میکنند این طالبان ما در تاجیکستان حکومت تاجیکستان مردم را با لفظهای قبیح بر دلشان زخم میزنند سرخم میکنند گپش به دهانش نمی آمدگی میکنند سرکوب میکنند همین سرکوب کردن و سرخم کردن و با همون زهر زبان به دل انسان زخم زدن ها چی فرق دارد از طالبان معنویت انسان رو خراب میکنی او باشد خانه انسان خانه مردم رو خراب میکنه هر دو هم خرابکاری باید این خرابکاری ها از بین برده شود و آخرین سخن من در برنامه امروزه این است که ما از واقعیت دور نرویم هر گونه هیاهوها داده نشویم فریب نخوریم خصوصا فریب حکومت امیرروزه رو نخوریم مردم عزیز گرامی با یکی شما تشکر میکنم فردا ساعت 19 به وقت مسکو ساعت 21 به وقت دوشنبه برنامه پرنده های مهاجر در شبکه یوتیوبی پیام تیوی صدا میدهد برنده برنامه
خواهر عزیز گرامی ما اپی سایمه سعید و شاعره شیرین کلام و یکی از نویسندگان شناخته تاجیک هستند. انشالله که از جانب شما پذیرایی می شود. خواهش میکنم فردا فراموش نکنید ساعت 19 به وقت مسکو و ساعت 21 به وقت دوشنبه برنامه پرنده های مهاجر آغاز می شود و امیدوارم اون پذیرایی شما می گردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا باشید. خدا نگهبانتون. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه